اما قدر بس است؟ بس است. بسیار تشکر. اینو بیار. اینو بگیریم. حالا دیگه هر چی میخوای بگی اونجا را گدوات نکن. دو لیره بته بس است. هم پول نداره هم برای ما کار میکشه، کلی چیز گدوات که داره. دخترک مقبول، یک دقیقه صبر کن. مرا صدا کردین خانم؟ بگی ای از تو است. شما چرا ای را برام خریدین؟ دیدم که زیاد خوشت آمده بود. نه خیر، نمیخوایم. هر وقت که پول پیدا کردم باز میگیرم. شرکت صاف‌سودا داروهای را پیشنهاد میکند که برای بیماری‌های درونی و بیرونی انسان دوا بخشند. از قبیل فشار بلندی، گایمرید، بیماری‌های معده، روده، گرده، جگر، عضوهای هاضمه، درد گلو، راه نفس و غیره. اینچنین اگر شما بیماری‌های پوست دارید، به مانند پسریاز، سفیدشوی پوست، داغ‌های سیاه، پس داروهای صاف‌سودا به شما کمک می‌رسانند. غیر از این اگر شما مشکلات اورولوژی و گینکولوژی داشته باشید، پس به شرکت صاف‌سودا مراجعه نمایید و اینچنین مشورت طبی بگیرید. همچنین برای زیاد کردن ریش و موی سر، با قوت کردن مردانگی، داروهایی را با نمود کپسولا و روغنی که به سطح درد دوا دارد پیشنهاد می‌نمایند. برای فربه یا خراب شدن داروهای BCA، پروتئین و گنرهای صاف‌سودا عین مدعایند. برده رساندن به همه شهرهای روسیه در مدت 3-5 ساعت. رقم‌ها برای تماس در روی اکران. صفحه ما در تیک تاک sofsavdo.tjk. اگر از نام نورانگیز فیلم مراجعه نمایید، به شما تخفیف کرده می‌شود. شما را خود نمی‌شناسم. پس درست است. ببین ما اینجا نو آمدیم. تو اینجا را برام نشان بده. ما در این وضع شیره برای تو فهمیدم. درست است؟ اما حالا نمیشه. خواهرم منتظرم است. درست است. اگه این قسم میگی پس با ساعت 2 بجه اینجا بیا. این قسم میتونی که از خانواده اجازه بگیری. درست است. میایم. خداحافظ. بسیار خوش آمده هاشم خان. خوش باشه نوجین خوار. بسیار خوش آمده. برفین منتظر چیستی دختر؟ بیا دیگه بیرون شو حالا. یشکایت پاک و دختر به قصر هاشم به صفت عروس میری. دیگه چی میخوایی؟ اونجا ملک همیشی. کل قصر زیر دستت میباشه دختر جان. حالا بخیر. نوجین مادرم منتظرت از بخیر دیگه. هدیه اصرار نکن. بیبی دختر راضی نیست. باور کده زندگی خوشبخت نمیشن. ده کارایی که مربوطت نمیشه اگه مداخله نکنی برات خوب است. اگه قشوق مادری را داری باز برو احساسات دجله را نگاه کن. برفین دخترم است. حالا دیگه بخیر دختر. فاطمه تام برو آشپزخانه یگان چیز تیار کن. این وضعیت ببین. نان خشک میخوریم. از گشنگی خواد مرده. آماده میکنم دیگه. زهرا دختره بخیز به مادرت کمک کن. باز مصروف کتاب خواندن شدی؟ گفتم ما آماده میکنم. چرا دختر آزار میتی بانش؟ در مکتب خو میخونه. اینجا دیگه چرا میخونه؟ باید کارهای خانه رو یاد بگیره. فردا عروسی میکنه. چی خواد کرد؟ چرا تو میگی؟ من عروسی نمیکنم. میخوای معلم شما فهمیدین؟
وا زبانه بیبی تو سر ما گپ میزنی ها؟ درست است راشد، آرام باش و هنوز طفل است. زهرا برو بیا درتم صبر کن. از صبح تا یک لقمه نانم نخورده حالا. نه خیر زن، چرا باید نان بخوره؟ اول باید پول پیدا کنه بعدش نان بخوره. بیادر؟ بیادر؟ مادر بیادرم رفته. با خدا تباه شدیم. این بچه از جان خود سیر شده. حالا چی خواد کردیم زهرا؟ زهرا کجا رفته دختر؟ میایم پدر. بله مادر جان. دخترم تو کجاستی؟ لوازمت گرفتی رفتی؟ یک تصمیم ناگهانی بود دیگه. لازم نیست تشویش کنی، باز برتان کل چیزم میگم. دخترم قسم نگو، پدرت از این کارش پشیمان است. نباید قسم با یک گفتگو یادی ما را ترک کرده میرفتی. مادر جان به پدرم سلام بگوین. من از اونا خفه نیستم. کوشش میکنم به خود یک زندگی نو بسازم. دستایتان نمیبوسم. دخترم صبر کن. حداقل را بگو که چی وقت پس میایی. مادر جان شب بخیر. بازم تبریک باشه. تبریک باشه. حالا دیگه بچم زود شوین داخل برین. سعید خان صاحب هر چی شما بگویید. مرا ترساندی دوران. خیرت باشه. ها دلم تنگ شده، خواستم کمی قدم بزنم. باز میایم، تو هم داخل برو. ها سعید معذرت میخوایم، نمیخواستم بترسانمتان. ای تو ده اینجا چی میکنی فرمان؟ با برفین بگوین تا روزی که معاملش خلاص شوه هر شب اینجا میاییم. این کارا نکنین فرمان، شما را زنده نمیمانن. حالی هم سر وقت است بچیم، منصرف شوین. تا آخرین نفس منتظرش میمانم خانم کاکا. همین گپ برش بگوین. مادر تا وقتی که عروسی نکنه از این اتاق بیرون شده نمیتونه. اگه بمرم مامم را یو عروسی نمیکنم. می زبانتم میبرم بیشرف. زبانتم میبرم. دوران بان بچه قصهش نشو برو. الا بره مادر، اگه نی بیشرفم حالا میکشم. بچه بکش که خلاص شوم. شباش. حالا بیا بچه آرام باش، بیا او خود دیوانه است. تو آرام باش بیا.
بسیار حیف است. خدایا از بیادرم و برفین خواهرم خودت محافظت کن. چی شده مادر؟ هیچ دخترم، هنوز هیچ خبری هم نیست. خدا نکنه او را چیزی نشه. من تحمل داغ اولاد ندارم جان مادر. قسم نگوین مادر. شاید هم موفق شوند که فرار کنند. تو ظالم را نمیشناسی دخترم. اگر دو سر دنیا برن پیدایشان میکنن. تو دیوانه شدی دختره. بجای عروسی کردن امرایی حاضر هستم با مرا. نام مرگ نگی دختر. فرمان در کوچه پشت سر منتظر تو از همه حال دیدمش. اگه کل چیز در گردن میگیری پس فرار کن. هلا واقعا فرمان اینجا آمده خانم کاکا؟ بله. وقت ضایع نکن. هلا بخست. برفین متوجه باش اگه گیر بیاین این ظالما شما را از بین خود بردن. درست است. به خاطر کل چیز بسیار تشکر. فرمان؟ حالا برفین عجله کن.
فکر میکنه به خاطر تعلیم دادن آمده، اما نمیفهمه که خودش باید بعضی چیزا رو یاد بگیره. فاطمه حالا برو برفین صدا کو. بچشم. هاشم خان به خاطر شیرنی خوری اولادا یک دونه گوسفند قربانی میکنه. گوسفند چی باید شتره قربانی کنه؟ شتر گلوار دختره با چند جریب زمین میگیره دیگه چی بخواه توبه. خدا از نظر بد نگاهشان کنه. صبح بخیر. الا دخترم دجله مکتب نمیری ناوقت میشه. ساعت اول درس نداریم. چرا ناوقت شوه؟ استاد نو هنوز نامده؟ گفتن که امروز میآیه. برفین چی شده برفینه؟ نیست، ده هیچ جای نیست. دختر فرار نکده باشه. پدر، مادر، فکر نکنم لازم باشه از شما معذرت خواسته بگوییم که مرا ببخشید، اما ایره بفهمین که ما همه تانه بخشیدیم. خداوند از شما راضی باشه. فرارم به خاطر شما نیست، به خاطر تقدیر است که بالایم تحمیل شده. چی کنم که قلبم در گرو عشق فرمان است. با یک درد بی درمان اسیر استم. خواستم خودکشی کنم اما نشد، نتانستم. حالا شاید دنبال مرگ خود رفته باشم. با پدرم و دوران بگوین تا وقتی که فرمان در کنارم باشه، تا او وقت نه از شما میترسم و نه از مرگ، از هیچ چیز نمیترسم. پشیمان هستی؟ ای چه قسم گپ است فرمان؟ من تمام مشکلات مد نظر گرفته آمدم و هرگز پشیمانم نخواد شدم. فکر میکردم ما رو دورتر خود رسانده، اما اینجا تنها میمانند. خب حالا چی خواد کردیم؟ تو همینجا منتظر باش، من یک بار ببینم. خدایا تو ما را کمک کن که از اینجا بخیر بریم. اگه به غار موشام داخل شده باشند باید پیدا کرده اینجا بیارینشان. سعید خان صاحب متوجه باشین، اوش کنین که از این گپ کس خبر نشه. اگه این گپ بین مردم پخش شوه باز کلتون از بین میبرم. دلتون جمع باشه. گفته باشم. بگی بریم. برفی عزت ما را به 2 پیسه ساختی دختر. با خدا نمیمانمشم. دروازش خو قلف بود، یعنی برفین چه تو از خانه برآمد ها؟ خانم هدیه، نه که دروازه را تو برش واس کردی. نه من چه تو این کار کردم میتونم خانم هدیه. ما آخرین بار فقط برش نان آماده کردم. مادر همراه برفین خود کدام کار نمیکنه نه؟ مادر من به خانه راشد میرم. او خواه برفی نگرفته به خانه خود نمیره. فکر میکنی کسی که در یک خانه نان و نمکش میخوره نمک حرامی کده میتونه آزاد؟ ما دیروز او خواهرش که نامش زهرا است، او را در اطراف قصر دیدم. حتما میفهمه که بیادرش کجاست. اگه بفهمه به شما خود گفت. اگه نگویم بالاخره پیدایش میکنی. بیا که بریم دوران. برفین چی خاک دست سر ما کدی برفین؟ آبروی ما را بردی. جور نمیشه؟ نه. شاید حال وقت از پشت ما حرکت کرده باشن، ما را گیر میکنن. حالا چی خواد کردیم ها؟ باید فرار کنیم فرما، دیگه چاره نداریم. اما اگه موتر رو به اینجا قسم میلا کنیم بان دقیقش نشو، بیا که بریم. آمد استاد نوم اومد. گفتین استاد جدید؟ صبح بخیر شاگردا، میتونن بشینین.
نام من ملک است. همراه خانوادیم در اینجا 8 سال زندگی کردیم. ما هم صنف ابتدایی را درست مثل شما در می مکتب خواندیم. بهترین روزهای زندگیم بود. همیشه آرزو داشتم که یک روزه استاد شده و در مقابل این تخته ایستاد شوم و همراه خود یک بادام کرده بودم. امی که یک روز حتما در این مکتب درس بتم. خدا را شکر به این آرزویم رسیدم. امروز اینجاستم. بله، حالا به خاطر که شما را بهتر بشناسم ازتان میخوایم که یک مقاله نوشته کنین. قلم و کتابچه تانه بکشین. چی تصمیم به آینده دارین؟ چی آرزوها دارین؟ میخواین چی کاره شوین؟ یک مقاله نوشته کنین که حاوی همین موضوعات باشه. راشد! راشد! بسم الله الرحمن الرحیم. چی گپ شد؟ از پیشوریم پاس شو. چی شده خان صاحب؟ خیریت است؟ خیرتی چی؟ تو سر ما رشخندی میکنی؟ خدا نکنه خان صاحب. چی گپ شده؟ او بچه پس فطرتت خواهر ما گرفتانده. چی؟ چی میگی دوران خان؟ دخترت با اونا کمک کده. اون میفهمه که با کدام جهنم فرار کردن. صدا کو که برام بگویم. زهرا از کجا بفهمه؟ او خود مکتب است. ها؟ یک بار سنور خوب ببینین. او فرار کردن چی میفهمه؟ وقتی ازش پرسان کردیم باز خود فهمیدیم. پدر وقت از این نسازیم. باید به مکتب بریم. زود شو راشد. دخترت باید کپ بزنه. اگر نیده قصی خوردیش نمیشه ما از بین میبرمش. آی خان صاحب. حرکت کن. حالا بچش. توبه. آزاد تو خود کل چیزه میفهمی. با وجدان هستی. قربان شما مانیشان شد. خواهر کاش که از دست ما چیزی می آمد خواهر. اما رسم و رواج میکنم. اگر کسی دختر فرار به تخونش حتما میریزن ولی قصه کسام نمیشه. ما فقط دعا میکنیم که دستگیر نشه. من زهرا کارا هستم. 13 سال هستم. قبلا در قریه دور زندگی میکردیم. وقتی به شهر آمدیم 5 ساله بودم. مادر، پدر، بیادر و یک خواهر دارم که نامش ایلیف است. بازی کردن همراه ایلیف زیاد خوش دارم. از بودن با همدیگه خسته نمیشیم. در بیرون بازی میکنیم. به دیدن حیوانات میریم. از درخت‌ها میوه جمع میکنیم. فقط امیره میخوایم که یک بار دریا را ببینیم. یک روز همراه ایلیف حتما به دیدن دریا میریم. بیادرم ما را میبرن. یعنی میخواست ببرم. وعده کرده بود که ما را به دریا میبرن. فرمان من بسیار مانده شدم. آهسته برو لطفاً. چی میشه؟ کمی دیگه تحمل کن. یک جای هم پیدا میکنیم برفین. برفین پایم. چی گپ است؟ خوب هستی؟ فکر کنم پایم برآمده. زیاد درد میکنه. تحمل کن عشقم. تحمل کن. بیا همراه من. آیسته. آیسته. زیاد درد داره فرمان. کمی دیگه تحمل کن. بیا. خان صاحب لطفاً غلامتان هستم. عذر میکنم خان صاحب ولی از خدا این کار نکنید. با پایتان میفتم شما بزرگ هستین. به خاطر رضای خدا فرمان یک جهالت کرده. شیطان فریبش داد. مرا بزنین، لطو کوب کنین، هر کاری که میخواین بکنین من قبول دارم. اما عذر میکنم خان صاحب بچه ما غرض نگیرین. او یگانه بچه ما، او تحت آب خانه ما است. ولی از خدا آزاد قربانت شوم. نوجین مادر پیدایشان میکنن. اونا را میکشن. نوجین مادر یک کار کنید. بلی از خدا مانعشان شد لطفاً. تو نه. او بچه بی غیرتت باید زیر پایای ما بفته. برای ما عذر کنه تا جانش برش ببخشیم. ای گناه رسویست. ای بخشیدن نمیشه دختر جان. بچه تاوان کارایش باید بپردازه گلسوم. قسم گپ میزنین فقط که این کار دختر شما هیچ گناهی نداشته باشه خانم عدیه. او بی حیاء دیگه دختر من نیستی را بفهم. نوجین مادر براتان عذر میکنم یک کار کنین. کل چیز به یک گپ شما بستگی داره. همگی به گپایتان گوش میکنن. به خیر رنگ تگام که گلسو. بخیر.
حالا بخیز گلسون بخیز بیا که بیا این موتر خراب شده. اونا دا کدام موتر دیگه سوار نشده باشه. دوره بیبی چادرشون جفتیده. معلوم میشه که با جنگل فرار کردن. حرکت کنه. وقت کلان شده میخوایم معلم شوم. باز او وقت پولام پیدا میکنم. تکت سرویس میخرم و همراه ایلیف به دیدن دریا میریم. زهرا برکت حرکت کن. یک دقیقه آقای محترم چی گپ است؟ مداخله نکو استاد. زهرا با تو میگم بیرون بیا. آقا اینجا صنف درسی است. بدون اجازه نباید داخل میشدین. بیام دخترم است استاد. تو مداخله نکن. حرکت کن. آقا یک لحظه صبر کنید. آقای محترم کاکایی کارا نکن. دختر برو زیاد گپ نزن. کاکایی کارا نکنه. حرکت کن تیز برو. آزاد زهرا را کجا میبرن؟ چی شده؟ نترس، کسی به زهرا ضرر نمیرسانه. یک مشکل پیش شده، از او خاطر ازش سوال میکنه. آی تو به سوال چی؟ بعداً برات میگم تو به صنفت برو. آی صبر کن آزاد برات گفتم نه که برو به صنفت. تو حق نداری که بگویی من کجا برم. زهرا معلم سای صبر کنین، روی قسم برده نمیتونین. گفتم صبر کنین. زهرا در کاره که مربوطت نمیشه مداخله نکن. این دست میلکا. من دیگه طاقت کردن نمیتونم. راه رفتن نمیتونم. تحمل کن عزیزم. همین که به سرک برسیم مشکل ما دیگه حل است. باز ما را هرگز پیدا کردن نمیتونه. اونا او طرف رفتن. عجله کو بیا. فرمان صدا رو شنیدی؟ اونا نزدیک شدن برفی. باید عجله کنیم. حالا جانم بیا کمی دیگه. مطمئن استی که از این طرف رفتن؟ میخواین خدا به سرک اصلی برسانه. از اینجا فرار میکنن. اگه پیش از ما برن قدیم خان ما را زنده نمیمونه. حالا بریم دیگه. اونا اونجاست. دیدمشان. ما را دیدن فرمان دستگیر میشیم. ما را میکشن. بیا از این طرف. زهرا مادر علاج کنید. دختر ما چی کار داریم؟ علاج پس بزن مداخله نکن تو. گفتم برو. از تو غلط نگی. برو دارم. مادر کمک کنی. بیا. بریم. بیا. حالا برو. هیچ چیز نکن. در تمام را فقط گیره کرد. یاد داشتم که چه قسم بگم بیارمش. اما نخواستم که بیام گیشه ماره خورد لعنتی. زهرا از این چیزی خبر نداره. لطفاً این را غرض نگیرید. هنوز از اینجا طلعت مردارت گم نکدی؟ گم شو. حالیت شو باش. مادر اینا رو من برایتان بگیره نه. بالا بریم. حالا بزن دختر. بگو کجا فرار کردم. این نمیفهمه چی را براتان بگویم. پس شو تو زن. پس شو. گفتم بگو اونا کجا فرار کردن. بگو نه. اگر زنده نمیمونه بس. گپ بزن دختر. زود شو. حالا گپ بزن اونا کجا فرار کردن برام بگو دیگه اگر تو را خود کشتم. بگو که زنده نمیمونه من. چرا ابرشی قسم میکنی؟ پس شو برو درم. برو گفتم. گپ بزن دختر. اونا کجا رفتن. برام بگو. اگر نه تو را زنده نمیمونم. گفتم بگو کجا فرار کردن.
گپ بزن دختر لوده گپ بزن دور باش میخوایی این دختر معصومه بکشی کسی اگه بخواه به این دختر نزدیک شو باید مرا بکشه حالا برفین حالا کمی دیگم تحمل کن حالا کم مونده کمی دیگم تحمل کن حالا قربانی شما بیا دیگه حالا کمی دیگم تحمل کن فرمان زیاد گوش نشده نه خیر اینجا نباید بانیم باید این طرف شویم حالا برفین نمیشه من خوابگزی را یاد ندارم چطور دیگه هیچ چاره نداریم پس بالا میریم حالا برفین بیا تحمل کن دیگه حالا فرمان استاد من میفتم فرمان بسیار میترسم از ما محکم بگی از ما محکم بگی آی صبر و فرمان محکم بگی بسیار میترسم کم مونده فرمان 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 برفین فرمان صبر کن نجاتت میدم از ما محکم بگی فرمان ما بازی ندارم کم مونده فرمان کمکم کن بیا کار کن تو خوب هستی برفینم فرمان خوب است خدا را شکر که نجات یافتیم بهتر نیست که از خواب بیدار شوی؟ معلوم است که چیزا نمیفهمم اگه میفهمید حتما میگفت این ترسیده از خواهر کسی بفهمید که خواهر مرا گرفتان در آزاد ایلاش کن اون طرف برو دوران به خود بیا صبر کن چی کردین؟ دختر را پیدا کردین؟ خوب است اینجا بیارینش دختر ایلا کن پیدایش کردن مادر من میکشد مادر برفین از بین میبرن دورانی کارم میکنن یک چیزی بگوین نوجین مادر لطفاً زود یک کار کنن او نواسه شماست او دختر من نیست این گناه نداره گرفتن جان کسی قدر آسان است برفین از جانتان است از خونتان است مادر دیگه کدام چاره وجود نداره به غیر از مرگ دیگه کدام راه حل نیست مرا ببخش برفینم تو به غیر از دوست داشتن من دیگه چی کردی فرمان اجازه نمیتونم برای تو کاری کنن برفینم نترس بیادر برفین هیچ گناهی نداره کلش گناهی نبود ما کار غلط نکردیم کار نکردیم که سر شما رو خم بسازیم شما دو بیشتر میخواستن عزت ما را لیلام کنین بیادر خیره کار کنن نمانن که اینا را بکشن خیرت براتان حضور میکنم پس تو خانم صبر کن خانزای به غیر از مرگ هر جزایی که میتونیم ما آماده هستم ببینید اونا میمورن و میرن ها بعد از او چی خواهد شد خان صاحب جزای اصلی را خب ما و شما میبینیم خان صاحب عذر میکنم این کار نکنید با لحاظ خدا نه خدا و نه ما را جزا ندین با لحاظ خدا نکنین این کار او راست میگم مادر
به ای گناه به ای درد کدام قلب طاقت کده میتونه؟ اونا خب میرن باز ما خواهد سوختیم مادر. عادیه حالا تو داخل برو. با اولین بار گپتان قبول نمیکنم مادر. مرا ببخشین. هدیه میخوایی همه قسم سیل کنی هیچ گپ نزنی؟ گپ بزنی؟ دخترت میموره و بچه تم زندانی خود شد. یک چیزی بگو. هر دوشون حیف خود شدن. گپ بزن. گپ بزن. بیا. فهمیده دانستین که چی گپ شده؟ ها، دختر کرمانیا امرای بچه راشد فرمان فرار کرده. فکر کردن که زهرا جایشان هم میفهمه، باز به خاطر تحقیق بردنش. اونا نباید قسم بازرسی کنن، با پلیس زنگ بزنین. زهرا را چیزی نمیشه خانم ملکه. او جوانا چی؟ اگه اونا را دستگیر کنن چی؟ ببینین رسم و رواج اینجا را خو میفهمین. با قانون کسی گوش نمیده، چیزی که لازم است اجرا میشه. کلمه بخور برفی. نکو بیادر این کارو نکو. گفتم کلمه بخور. پدر کمک کن. دوران برای تو زر میکنم اول مرا بکش. بیادر بچم خدایا لطفا بیادر من نجات بده. نکنین لطفا. گفتم کلمه بخور. این کارو نکنین. بیادر جان رکه خداوند داده فقط او گرفتم میدون. تو جزای گرفتن جان کسی را نمیفهمی. تو چی؟ تو نمیفهمی که رسم و رواج ما چه قسم است؟ کاکا باز چی شده مادر؟ قار نشو دخترم، فقط خواستم صدای تا بشنم. وقتی قسم بی خبر بری هر لحظه همه قسم به تشویش می باشم دیگه. تشویش نکنین مادر، تشویش نکنین. در جایی که پدرم خوش نداره و نمیخواه ما به کار شروع کردیم. چی میگی دخترم؟ تو جدی هستی؟ کاملا جدی هستم مادر جان. در مکتب آمدم که صنف ابتدایی را خوندم. چون میفهمیدم اجازه نمیدین براتون چیزی نگفتم. مادر لطفا میشه یک چیزی بگویی؟ گفتم کلمه بخور حالا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نکو بیادر عذر میکنم نکو. دوران اسلحه تا پایین که. نه مادر نقشاله نشین، ما پس نمیایم. ده اینجا به من نیاز دارن. آی لطفاً به پدرمون بگوین کم مرام درک کنین دیگه. مادر شما چرا؟ همونجا رفته سمیت چیزی که میترسیدم سر ما آمد. قار خدا شود. حالا چی خود کردیم؟ یه اسلحه لعنتی تتاکو دوران. شما چی میگین مادر؟ اگه از بین نبریمش پس چی کنیم؟ پیش مردم رسوا شویم؟
خدایا 1000 بار شکرت. نوجین مادر، ببینین این کارتون درست نیست. زهرا حال خورد است. لطفاً این کارا درقش نکنین. گپ من اشنیدی آزاد. نمیخوایم کسی مخالفت کنه. اما او هنوز خورد است. چرا این کارم رایش میکنه؟ بس چی کنیم آزاد؟ دست خودت خور برفین آلوده کنیم؟ همین نمیخوایی؟ خون ریختن یا بدل دادن؟ آیا همین دو چیز رای حل است؟ بله همین رایش است. تو قسم وانمود میکنی گویا از رواج ما خبر نداری. رواج این چیزایی را که شما میگن رسم رواج غلط است. شما دیده و دانسته اشتباه را قبول میکنین. قصدن خودت در گناه غشتا میسازی. گپایت سنجیده بگو بچه جان، فهمیدی یا نی؟ تو دیگه از چی وقت سر رسم رواج گپ میزنی؟ بس است دیگه چیو باشه. کسی حق نداره در تصمیم من مداخله کنه اگه نبرش خوب نمیشه. ای آخرین فیصله است. زهرا در ای خانه به صفت عروس خات آمد. تو هم دار. زهرا خواهرکم بیادر پدرم خو مرا به اینا نمیده هموت نیست. این کار نمیکنه. نه بیادر. خان صاحب خداوند از شما راضی باشه. خداوند سایت از سر ما کم نکنه. جان اولاد ما برام بخشیده. زنده باشین. زنده باشین. مادرم دعا که احمق. این جزای کارتان شده نمیتونه. اما بازم تصمیم مادرم است. عمرتان دراز باشه خان صاحب. عمرتان دراز باشه. بچه من، بچه شیر من. خدایا شکر. میبخشین خانم محترم، خانه زهرا را میپالم. شما میشه که آدرس خانه شه برام بگین؟ میفهمین؟ کدام زهرا را میگین؟ امو زهرای توپک؟ تو به خدایا راستش نمیفهمم. کوره بچی نام میشناسن اما قم میفهمم که نام زهرا است. برو گم شو الا. برو گم کو خدا. از پیش دکان ما برو. الا دیگه. گپا نمیفهمی برو گم شو. الا. چی شده؟ چرا سر شیخ میزنی؟ در پیش دکان ما استاد نشه. برو هر جای دیگه که استاد میشه شو. چرا آقا؟ ای جای خریدی چطور؟ مرجان هر قدر که خواسته باشی اینجا باش، درست است؟ کس حق نداره که تو را چیز بگویه. لا اله الا الله. عجب دیوانا رو گیر آمدیم. من میفهمم که کی را میپالی. پدر بگو. مرا شما براستی به اونا میتین؟ پدر یک چیز بگوین که مرا به اونا نمیتین. نه پدر جان قربانت جم. بیا از او بالاخره با کسی عروسی خون میکنی ها؟ همین خوب است که حالا عروسی کنی. آی مادر حداقل شما یک چیز بگوین که مرا به اونا ند. آی دخترکم، دختر سیابخت من. کاش که من یک کار کردم میتونستم، اما تو هم خوب پدرت میشناسی. بیادر خودت یک چیز بگو خواهش میکنم. بگو که من درس میخوانم عروسی نمیکنم. گفتم بس است. زیاد گپ نزن. تو باید عروسی کنی. گپ ما فهمیدی؟ زهرا دخترم، صبر کن. کجا میری؟ صبر کن دختر. برات گفتم کمرش قسم رویه نکن. برو که کدام دیوانگی نکنم. تو برو از پشتش.
خدا جزای که بده. خدایا تو دختر سیاه‌بخت ما در پناه خود داشته باش، نجاتش سیاه‌بخت کی بده. زن؟ چه قسم سیاه‌بخت؟ این دختر در قصر میره در قصر ها؟ با آزاد عروسی میکنه با آزاد. با آزاد عروسی میکنه؟ البته تو چی فکر میکردی که با کی عروسی میکنه؟ میفهمی؟ دختر خانم آزاد میشه. آزادم در آینده خانه کرمانی ها میشه. او عروسی خان میشه. از این بهتر دیگه چی میخوای خانم؟ شانس با ما یاری کرده. وقتی دامادت یک خان باشه ما مثل خان ها میشیم. تمام مردم منطقه به ما احترام خواهد کردن ها. حالا دیگه پولدار خواهد شدیم ها. پولدار میشیم زهر. های های دیگه چی میخوای؟ بیا بیا بیا. کاکا ببین امرای نوجین مادر گپ بزن. این کار هیچ امکان نداره. گناه از او دختران اوستفل است. امرای مادرم مخالفت کرده نمیتونم. تو هم عقلت به سرت بگی و نباید از رسم رواج ما سرپیچی کنی. نیکو دختر خوشت نامد چطور؟ تو چی گفتم میری احمق چی؟ او دختران اوستفل است. همسنه دجله از تو نمیبینی؟ تا آخر طفل خانه من آزاد بالاخره کلام میشه. زهرا 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 صبر کن. زهرا زهرا اوه معروس میشم، معروسی میکنم، معروس فرمان میشم. به نظرت فرمان مرا ای قسم خوش میکنه؟ خوب خوشی کنن. بزدقم جان کندر قصاب دقم چرد. قار نشو زن کاکا. به خاطر که با آرزوی خود میرسم خوش هستم. اجازه بده کم لذت ببرم. دیگه چی آرزو داری برفین؟ آزاد ما چی کنه؟ جزای گناهای تو را ما باید ببینیم. همه ترس خدا جزای تا بده. چی میکردم زن کاکا؟ باور کن نمیخواستم آزاد بیا در مده ایالت قرار بدم، اما دیدینی دوران کم بود که مرا بکشه. کاش که دست میشکست او دروازه را برای دواز نمیکردم. در بلا گرفتار نمیشدم. لعنت به شیطان. چطور در فکرم نامد؟ ای کار تو کردی اما تو نیست؟ خانه زهراشان همینجاست؟ فکر میکنم خانهشان همینجاست. برو خودت ببین. سلام. خانه زهراشان همینجاست؟ تو خواهرش هستی؟ زهرا خانه است، من معلمش هستم. خیریت باشه خانم معلم. با زهرا چی کار داری؟ او را به عجله خانه آوردین، من به تشویش شدم. زهرا کاملا خوب است، تشویش نکن. درست است؟ پس او را صدا کنین، میخوایم یک بار ببینمش. خانه نیست. امرای بیادر خود جایی رفته. دختر تو خانه بیا. عجله کو. تو هم داخل برو زن. برو. زهرا صبر کن. زهرا صبر کن قربانت شم. زهرا 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 خواهر جان این کارو نکن. زهرا این کارو نکن. خواهر لطفاً بیا.
زهرا! من میفهمم که خواهرم کجاست. بیاین که ببرمتم. پس از امی خاطر پیش نوجین مادر عذر کردیه؟ پس در این کار تو دخیل هستی. تو این کار برش یاد دادی؟ برفینه کمک کردی تا فرار کنه؟ دخترم از راه کشیدی زنکه. برفین پیش مزر کرد. دلم برش سوخت هدیه. خواستم کسی که دوست داره امرش عروسی کنه. پس خوش باش. امرش عروسی میکنه. اما بازم من بدبخت شدم. با خاطر دختر تو زندگی آزاد ما تباه شد. امی جزایت زمرت. حالی که تو این کار کردی خیر. منتظر باش که بچه تو هم امرای زهرا عروسی کنه. گریان نکو خواهر جان، قربان چام گریان نکو زهرا. بیادر براتون حضور میکنم این کار نکنین. مرا با اونا ندین لطفا. گناهیم است، کلش گناهیم است. خداوند جزای ما بده خواهر. ده ای باره هیچ فکر نکرده بودم زهرا. درباره کلی چیز فکر کردم، حتی آماده بودم که جان خدا بتم، اما درباره تو فکر نکردم خواهر جانم. بیادر مرا با اونا ندین. نمیخوایم عروسی کنم. میخوایم درس بخوانم معلم شوم. میشی بخیر زهرا. ما همراه پدرم گپ میزنم. تو را عروس اونا نمیسازیم. برشون اجازه نمیتم. استاد جدیدشون شما هستین؟ زهرا خواهر ما میخواد که داینده استاد شود. آفرینش. پس حتما یک استاد موفق میشه دخترم. هر جایی که برم امرای خود میبره. اینجا دا نمیشیم. ببینین اونجاست استاد. حالا چی خود کردیم سمی بگو. با قدر تلاش های ما که میخواستیم او را از اون منطقه دور نگاه کنیم، اما او رفته امونجا. سال چطور کنیم تو بگو. آرام باش زن. ملکه رسما به استانبول میارم. زیاد اونجا بودن نمیتونه. سمی اگه دختر ما نبگوید، اگه مخالفت نشان بده، اگه ملکه از حقیقت خبر شود، باز چی؟ بس کن دیگه زن. میخوایی که بچه تا از بین ببرن؟ اما زندگی دختر ما خود تباه شد راشد. اوکی دختر تو هست. تو به دنیا آوردیش؟ ما به دنیا ناوردیم شما. ما برای شیر دادیم، او را بزرگ ساختیم. مرا مادر میگه. ببین چی میگم. زهرا نه دختر توست و نه دختر ما. اما تو همین قسم به گیری خود ادامه بدی. اگر کسی بفهمه که زهرا دختر ما نیست، باز عروسی فسخ میشه. او وقت سر جنازه بچه گریه خواد کردی. خیریت باشه زن. بله امر کنین سارنوال صاحب. خیریت هست انشالله. هیچ خیرت نیست. ملکه در قریه شما به صفت استاد آمده. او را دیدی؟ یا از گپ خبر داشتی یا نه؟ نه خیر، اما شنیدیم که اینجا یک استاد جدید آمده. اونمو دخترم است. به خبر از ما اونجا روانش کرده. بهترمی است که هرچی عاجل باید از اونجا بیایه. اما تو باید زیاد متوجه باشی. او طفل خواب کدام همسایه یا نزدیکای خود ندادی که دیده باشیش؟ نه خیر ندادیم سارنوال صاحب، ندادیم. یعنی روبرو شدنشان امکان نداره؟ نه خیر آقا، اونا بسیار دور هستند. در قریه دیگه بسیار دور زندگی میکنن. با کاروبار خود مصروف هستن، امکان نداره. دلتون جمع باشه. اما تو باز هم متوجه باشی. اونا نباشه که دیگه خود ببینن. بچشیم سارنوال صاحب، بچشیم. چی شد راشد؟ سارنوال برای چی گفت؟ بسیار کار بد شده. او استاد دختر سارنوال صاحب است. چی شده سمی؟ دختر ملکه همونجاست؟ ملکه کدام دختر نداره جانان. هر دقیقه دختر نگو، سری موضوع خاک بنداز. راشد گفت اونا دور از ما زندگی میکنن، اما بازم بالای اعتماد نمیشه.
با خاطر نجات از شرونا خودت میفهمی که چی مشکلات را متحمل شدیم. هر قسمه که میشه هر چی زودتر باید ملکه را اینجا بیارم. زهرا کی کار ده حقت کده؟ پدرت یا دوران؟ اما چرا؟ از تو چی میخواین؟ شما بیادرش هستین اما تو نیست؟ پس شما بگوین که چرا ایره رد کردن؟ درد میکنه خواهر. فرمان کجاست این احمقا؟ سر تا پس مال میایم. زهران پیش توست؟ استادشان پیشش است. او استاد اونجا چی میکنه؟ شما خانه بین، عجله کو، همیال خانه بین. زهرا بگو برام زود باش. استاد مهره میخواید. زهرا بخی خانه میریم. زود باش. یک دقیقه تا هنوز گپای ما خلاص نشده. میفهمم اما باید هرچی عاجل به خانه بریم استاد محترم. بسیار میبخشین. بخیز بلند شو ایلیف جان. بیا که بریم. زود باشین. حالا اوزن ای چانس بده ما را بیبی. ملکه تا همیال پیش دختر ما بوده. به خاطر استاد شدن تنامی قریه ما بوده. اگه ای راز ما افشا شوه کل ما از بین میریم. اگه خبر شوه او ظالم کل ما را از بین میبره. از همه بدتری که عروسیام فسخ میشه و فرمانم از دست میدیم. زندگی خودم از دست میدیم. زندگی و بچه‌رام ماجرایی کار کردم. به خدا بیچاره شدیم. حالا به اونا چی بگویم؟ دانه تبا خیر باز کو. پشت خیر شر نگرد، فکرت در سرت بگی. زهرا نباید به او استاد نزدیک شه و فهمیدی اگه به این خانه آمد تو نباید برش اجازه داخل شدن بدی تا ختم عروسیش. زهرا نباید استاد ببینه، فهمیدی؟ بعد از هیچ دیگه برای مهم نیست. اگه این خواست خداوند باشه که اونا به هم دیگه برسن چی؟ اگه احساس کنه او مادرش است باز؟ چو باش احمق، فکرت به سرت بگی. این گپای ناقبان صدایت بلند نکو. برتان قهوه آورده مادر. بفرمایین نوش جانتان. هیچ خوشمالم نمیشی زمرد. هرچی که میخوای بگویی زود بگو که بشنوم. مادر میفهمم که تجربه زندگی شما از ما کده زیادتر است. میخوایم یک چاره دیگه پیدا کنیم. اگه شما تصمیم بگیرین کسی صدای خدا بلند کرده نمیتونه و همه چیز خوب میشه. کدام چاره دیگه نمانده زمرد. یا که 2 نفر از بین میره یا میاروسی خواد شد. عذر میکنم مادر، یک راه حل دیگه پیدا کن. جزای اونا را به آزاد من نده. گفتی آزاد؟ مایره بگی برشان ببر تا یک بهانه پیدا کنی و ازشان معذرت بخوایی. برو دیگه. درست است مادر. میفهمی هدیه بسیار زیاد ترسیده بودم که دوران دست خدا به خون آلوده نسازه. خدا را 1000 بار شکر که بالای ما رحم کرد. دوران و برفی نام نجات یافتن. در کاری که مربوطت نمیشه مداخله نکو. دختر و بچه از مست. تو چرا شکر میکشی؟ برو کارت کو. مرا ببخشین پدر. بدین که دستتانو ببوسم.
حق آزادم ظلم نکنین مادر. زندگی او چرا به خاطر برفین تباه شوه؟ بیادر آزاد بیادر. نه استغفرالله، این کارا نکن. کمبود برفین از بین ببرین، اما حالا به ایستادگی میبخشینیش؟ وقت او را به بیادرم میگیرین تمام کینیتون از بین میره. چطور؟ درست گپ بزن علی. هیچ کس را به کس نگرفتیم، فهمیدی؟ دروغ میگم؟ نوجین مادر برات نگفت که باید همراه او دختر عروسی کنی بیادر؟ نه خیر، عروسی نمیکنه. آزاد عروسی نمیکنه. کسی که باید عروسی کنه او احمق است. خی چه قسم خواد شد مادر؟ خی موضوع ما چطور خواد شد؟ او کسی که همراه زهرا عروسی میکنه علی است. دختر تو با استاد چی گفتی ها؟ نه که درباره عروسیت برای چیزی گفتی؟ نه خیر پدر، ما هیچ چیزی نگفتیم. پس چرا هر دقیقه پیش تو میاد؟ هر روز به دیدنت میاد. احوالت هم میپرسه دختر. ببین تا ختم عروسیت به کسی هیچ چیزی نمیگی، مخصوصا به استادت. یک کلمه دیگه هم نمیگی. گپ ما فهمیدی؟ پدر شما مرا به اونا میدین. خواهش میکنیم این کارا نکنین، پیشتان عذر میکنم. گناه زهرا را به گردن نگیرین پدر. هر کاری که لازم باشه من میکنم. به خاطر خون بهایتان حاضر هستم زندگی خود فدا کنم. بچه بی عقل لوده، گپیره که میگی میفهمی چی میگی ها؟ کاش که به جای تو خداوند یک دختر برم میداد. یکیتون عقل ندارین، مردی اون خود ساختین. نمیفهمم چی بگویم. خداوند نزدتان نگذره آدمای بی عقلا. یکیتون هم عقل ندارین، واقعا عقل ندارین، دیوونه هستین. پدر من دخترتان نیستم ها. چطور میتونین امرای می کارا کنین؟ هیچ دلتان برم نمیسوزه. برو گم شو، پای مرا نگیر دختر. به جای گریه کنی باید خوش باشی. تو عروس یک خانواده بسیار بزرگ و پولدار میشی. اینا فراموش نکن. دیگه چی میخوای ها؟ نمیفهمم چی بگویم. چی میخوای ها؟ چی میخوای دختر؟ من پول نمیخوایم و نمیخوایم که عروسی کنم، فهمیدین؟ چپ! اگر تو رو لط میکنم. از آزاد کده شوهر خوب پیدا کده میتونی؟ بالاخره یک روز عروسی میکنی. ایره میفهمی به خاطر عروسی کردن با آزاد چندین دختر منتظر است، میفهمی؟ من پول نمیخوایم و نمیخوایم که عروسی کنم، فهمیدین یا نه؟ نه درس میخونی و نه مکتب میری. فراموش کن دیگه. مرا عصبانی نساز. یک کلمه دیگه نگو. چپ باش. چپ باش. با زودی عروسی خواد کردی. فهمیدی؟ با جای گیریه کردن برو همراه مادرت کارایت آماده کن. چرا ما چی گناه کردیم که عروسی کنم؟ بچه آرام باش، صدقت شام آرام باش. چوب نمیشم. من چوب شده نمیتونم این ظلم قبول کنم. بچه من از این تصمیم راضی نیستم، اما چی کنم؟ تو میتونم با رسم رواج. لعنت به این رسم رواجتان، خداوند این رسم رواجتان از بین ببره. علی سعیز بس است. تو نجات پیدا کردی بیادر، اما من تبا میشم. به خاطر که من معیوب هستم نمیتونم کدام کار کنم بیادر. هیچی منامت علی، ما مخالفت داریم. ما هم از این عروسی هیچ خوش نیستم، باور کن. بس به مادر کلانو میگفتی که این کار غلط است. من نمیخوایم تبا شوم بیادر. گفتم بازم برشان میگم یک راه حل دیگه پیدا میکنیم. به ما باور کن، به خاطر مانع شدن عروسی هرچی از دستم بیای انجام میدم. زندگی تو و زهرا را به خاطر دیگرها تبا نمیسازم. درست است بیادرم؟ بیادر شعر من. جنگایتان خلاص شد یا نه؟ نشد و هرگز نمیشه.
به خاطر که من معیوب هستم لطفا این کار در حق من نکنه. اگه تو را آدم فکر نمیکردن پس چرا برات زن میگرفتن؟ دیگه چی میخوایی؟ از برکت برفین به تو معیوب زن پیدا شد. به هر قیمت که شوم من امرای او طفل عروسی نمیکنم. تو میخوایی به عروسی نکردنت برفین از بین ببری؟ از بین بره. تو دیگه مکتب رفتن نمیتونی. اگه مکتبم نری باز استادم شده نمیتونی. اما دخترم یک دانه گریه نکن چشم آهویم. وقتی تو گریه میکنی قلبم آتش میگیره. مادر مرا با اونا نده. خواهش میکنم این کارا نکنه. مرا از درس و مکتبم نمانه. من هیچ کار کده نمیتونم. کدامتان قربانی کنم؟ اگه تو عروسی نکنی بیادرت از بین میبرن زهرا. بگیرین بیادر. آزاد بیادر. در داخل یک خانم منتظر شماست. زنده باشی بیادر. خواهش میکنم. ملکه خوش آمدی. هیچ خوش نامدیم آزاد. زهرا را دیدم. چطور میتونین در حق اوی کار کنین؟ با کدام حقی کار میکنین؟ در کدام قرن زندگی میکنین؟ شما چطور در حق یک طفل قسم ظلم کردین؟ باور کن من با این کار هیچ موافق نیستم ملکه. بیازو به خاطر مانع شدن یه عروسی هر کار از دستم بیای انجام میدم. اما از یک طرف موضوع زندگی دو انسان در بین است. چی گفتی؟ زهرا را بد میتن آزاد؟ تو از این گپ خبر نداشتی ملکه؟ ما به خاطر این آمده بودم که چرا او را لط میکنن. در این باره خو اصلا فکر کردن نمیتونم چطور این کارا در حقش کردن میتونن. میفهمی؟ حالا درک میکنم که پدرم راست میگفت. در این شهر به نام انسانیت چیزی وجود نداره. به همین خاطر با خرافات قرنها پی زندگی کرده بسیار اشتباه میکنی. اما حالا تو هم آزاد. تو هم مثل اونا هستی. چطور ماندی که کارا در حق او بکنن؟ ملکه لطفاً گوش کن. میخوایم برای توضیح بدم. نمیخوایم چیزی بشنوم. اجازه نمیتونی میذارم در حق زهرا شوه. زندگی او را تباه ساخته نمیتونین. ملکه من یک کابوس بد میبینم اما بیدار شدن نمیتونم. کس مرا تکان بده با سلی بزنه اما به خاطر حساب پرسیدن نه، به خاطر عصبانی شدن نه، فقط مرا از این کابوس نجات بده. خوش آمدین. شامتان بخیر خانم. آقا راشد در خانه هستن؟ نه خیر، جای رفتن تا هنوز نامدن. درست است. پس تا که میایم من منتظر می باشم. معلوم نیست که چی وقت میایه استاد. شاید تا صبح آمده نتونه. زهرا کجاست؟ او خو کده. کمی خسته بود. صبح میشه که بیاین ببینینش. هر گفتنی که دارین صبح برش بگوین. معلم سای.
جانم گریان نکو، بگو چی شده؟ راستش اینطور است که استاد مرا مکسه بد میتن. بیاده بغلم. خداوند قدرتتان از یاد بسازه. هر مراده که دارین خداوند برآورده بسازه. زنده باشین، زنده باشین، زنده باشین. تو هم زنده باشی راشه. هرچی عاجلی کاره باید به آخر برسانی تا که پیش مردم منطقه کم نیایی. فردا شو در حضور هر دو خانواده باید چلالشی بکنه. بعد از او هم بخیر محفل عروسی. البته در کار خیر عجله بهتر است. منتظر بودن فایده نداره. بیا از او دخترم دیگه مکتب نمیره. قراره از خانم آزاد خان شوه. گشت و گذار از او دیگه در این شهر هیچ مناسب نیست. برش نمیزیبه. زهرا امرای آزاد عروسی نمیکنه آقا راشد، بلکه امرای علی عروسی میکنه. امرای علی؟ ها امرای امو میوب؟ امرای امو دیوانه؟ دانه تبستک راشه. حق نداری درباره علی من قسم گپاره بزنی. نه خیر نوجین خانم، شما مرا غلط درک کردین. ما یعنی فکر میکردیم که امرای آزاد عروسی میکنه، اما وقتی نام علی را شنیدم ناخواسته شما در قصه ما نشین. ما یک آدم لوده هستم، گپ زدن خدا یاد ندارم. اشتباه کردم، مرا ببخشید. برو با خانوادت خبر بده. صبح شو منتظرتان هستیم. امرتان به جامش خان صاحب. کدام کاری است که ما باید انجام بدم؟ اگه کدام امر خدمت باشه برام بگویید. با شما کار نمونده، فقط امی که بیاین کافیست. با چشم خان صاحب. شبتان بخیر. شبتان بخیر. زهرا گریه نکو جانم، کسی نمیتونه تو را به زور عروسی کنه. وام ده ای سن سال من هیچ وقت نمیمانم، درست است؟ بیا جانم. خداوندا مرا پولدار بسازی، پولدار بسازی جانم جان. خداوندا مرا پولدار بسازی. لا 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 لا. اوه خدا رسی که پولدار شدی مرد. خان شدی دیگه، خان. شما زهرا رو هم دیدین، گفتنی های خدا هم برش گفتین. حالا برین. راشد نباید شما رو اینجا ببین. فرق نمیکنه. ما بیازه به خاطر گپ زدن با او آمدیم. ها اگه از این کار منصرف نشه ما از او شکایت خواد کردم. تو نترس جانم، درست است؟ این کار امکان نداره. کسی عروسی تو را بزرگ کرده نمیتونه. سرتون پایین نگی. تو کار نکردی که بشرمی. منتظر تو بود راشد، هرچی برش گفتم نرفت. پس شما بالا بره. تو هم برو. گیره میگم
عجله کنین. برین دیگه. برو. نشنیدی چی گفتم؟ نام خدا. از وقتی که آمدی ما را تنها نمیمونی استاد محترم. خیریت هست؟ ده وقت شب اینجا چی میکنی؟ میخوایم امروز شما گپ بزنم. خبر شدم که زهرا را دعوت میدین. ببین استاد محترم، کوشش نکن که رسم و رواج ما را تغییر بدی. نباید هم در موضوعات شخصی کسی دخالت کنی ها؟ نمیخوایم که شما بر من رسم رواجتان یاد بدین. این کارتان جرم است. اگر از این کار منصرف نشین رفته ازتان شکایت میکنم. ما هم از او از تصمیم خود گذشته. بد نمیدیم. سن زهرا کم است. او باید درس بخونه. تصمیم ما همی است. بیادر شنیدی؟ پدرم مرا با اونها نمیده. شنیدم خواهر جان، شنیدم. من سر گپایتان باور ندارم. دلتان که باور میکنین دلتان نمیکنین. حال دیگه از اینجا رفته میتونین. اگر دروغ بگوین از کارم منصرف نمیشم. هرچی از دستم بیایه دریغ نمیکنم. خدا وکیل قریه فکر میکنه تو را با ما چی غرض ها؟ میره شکایت میکنه. باز خواهد دیدیم. فردا بعد از نامزادی زهرا را با خود بازار ببره. مناسب شان و شوکت ما هرچی که ضرور باشه برش بخره. دستم دختر از این کار ما خوش میشه. اون بیازی یک دختر خوشبخت است. عروس قصر میشه. دیگه چی میخواه؟ بچم مرا امرای خود بازار میبرن اما تو نیست مادر. راشد دیوانه و گلسوم گدایگر تو را میبرن. وقتی با قدید با پای است نال میکوبن و پایش پیش کرد. عالیم که سر یک دسترخوان کتمانان میخوری خدای تشکر کن. درست است درست است. وقت زهرا را به خریداری بردیم تو را میبریم. آزاد چرا بنان خوردن آمده؟ چرا ندارم مادر، ناز میکنه. چیزی دلش نمیشه مادر. بیا علی بیا. آمادگی عروسی گرفته شده. قسمی که میبینم تو هم هیچ کاری کردن نمیتونی بیادر. ای دیگه چی ما نمیتونه؟ مادرم هم چیزی کردن نمیتونه. در پایین آمادگی نامزدی رو میگیرن. هیچ کس دیگه قصر آزاد نیست بیادر. کل ما غلام نوجین هستیم. بخیز بیشین برو بیا. کلش امر او است. به قسم نگو. نوجین مادر ما را دوست داره. خوبی ما را میخواد. چه قسم خوبی ما را میخواد بیادر؟ پس چرا ما اشتباهی برفینه تکرار میکنیم؟ درست است. ببین در این موضوع حق به جانب است، اما این تصمیم نوجین مادر نیز باور کن باید مطابق رسم و رواج رفتار کنی. نوجین مادر مطابق رسم است. ما مطابق رسم و رواج عمل میکنم. اما با ما دیگه چاره نمانده. مانده بیادر. یک راه مانده. چی میخوای کنی؟ علی علی شبتان بخیر. بفرمایید. میخوایم از کسی شکایت کنم در موضوع ازدواج اجباری. هرچی عاجل باید مانع عروسی شویم. خانم محترم، عامر اوزاد عملیات علیه قاچاقچیان مواد مخدر رفته. از دست ما کار ساخته نیست. پس چی وقت میاین؟ که چی وقت میاد هیچ معلوم نیست، به خاطر که نگفتن. خیلی منتظر میباشم. شماره خود بانین با زنگ بزنیم. نه درست است. منتظر میباشم. معذرت میخوایم زهرا. نمیفهمیدم این قسم میشه. اگه میفهمیدم در حق تو ظلم میکنن این کار انجام نمیدادم. من بسیار میترسم بیادر.
لطفا یک کار کو که مرا با اونا ندن. من هنوز خورده هستم. من هیچ کاری کده نمیتونم خواهرکم. به خاطر مانع شدن ی عروسی هر چی که به پدرم گفتم قبول نکرد. حتما امی قسمت ما بوده خواهر. آی خیلی مقبول شدی. چرا لبرویت کشال است؟ داره گفتم جواب بده. چرا لبرویت کشال است دخترت؟ ها عروس خانواده کرمانی ها میشه. بریم که قدیم ما منتظر از زود شو. اشتباه میکنی راشد. فکر میکنی کرمانی ها ما را همسایه خود فکر میکنن چطور؟ این چانس به هر کس میسر نمیشه. به هر کس نمیشه فهمیدی؟ باز تو چی مشکل دارید؟ زهرا کجاست؟ برو آمادهش کو. ها او وقت آماده شده. راشد دست و پای میلرزه هیچ توان ندارم. او بچه دیوانه سر دخترم ظلم نکنه. او وقت باز دخترم تحمل ایره نخواد داشت. چی فرق میکنه؟ بچه خانواده کرمانی ها خو هست. ها هیچ گپه نمیشه. باور کو در تمام قریه پخش خواد شد که دختر ما به کرمانی ها دادیم. سر ما بلند خواد بود خانم. ما او بچه را خوب مشناسم راشد. هر لحظه یک چیز مشکنه و به گپای ناقصبانی میشه. او کاملا دیوانه است. کسی نزدیکش رفته نمیتونه. هرچی که باشه همین کس خانواده کرمانی ها هست کفایت میکنه. هوشیار شو زن. نمیخوایم ایره نمیپوشم. نمیپوشم. مادر حضور میکنم کمکم کن. نمیخوایم عروسی کنم لطفا. پدر پیشتان حضور میکنم این کارا نکنین. عروسی من نکنین. گفتم نمیخوایم عروسی کنم. ایره چوپش کن. اگه نه همینجا از بین میبرمش فهمیدی؟ ایره چوپش کن گفتم. زهرا چو باش دخترم همه چیز خوب میشه چو باش. نه او قصره و نه او بچه دیوانه شو نمیخوایم. عروسی نمیکنم. میخوایم درس بخونم و در آینده معلم شوم. درس میخوانی ها؟ درس میخوانی همو تو هست؟ همراهی کتابا درس میخوانی؟ همراهی امیا درس میخوانی؟ راشد ها بگی همراهی امیا درس میخوانی؟ ها درس بخون. پدر این کارو راشد ولی از خدا درس بخون. راشد درس بخون. بگی درس بخون. بیام کتابت. راشد یه قسم نکن خیله. کزان چی میگو مرا دیوانه نسازه. دخترت زود آماده بساز. لباس های تبا دختره آماده بساز. من دروازه منتظر هستم. تا دادین از بین میرین. منتظر هستم. زود شوین بیاین از پشتم. حالا نوشابه آماده کردی فاطمه؟ بله آماده کردم هدیه خانم. آزاد بچیم کجا میری؟ کم کار دارم مادر کلان. معلوم میشه که آزاد نمیخواد در نامزادی اینجا باشه. از این خاطر تو میکنه. کسی گپش قبول نمیکنه از او خاطر میره. مام خو قبول نمیکنم. اما تو باید هر دقیقه دعا کنی از برکت ما بچه میوبت صاحب زن میشه. زمرا بس است دیگه. شیشه کاور جنگ میکنی. این خانم از دیشب تا حال اینجاست. منتظر شماست. در اتاقم روانش کن. آمر صاحب یک شاگردم بسیار خورده سور خانوادهش به زور به کسی میته و مو دخترک دبت میتن. آمر صاحب پدر و دخترک از گپ منکر است اما من سر گپش باور ندارم. استاد من شما را درک میکنم اما این رسم رواجشان است. با آسانی مانع شده نمیتون. مردم قریه را خود میشناسید. بعد دادن یک طفل بدون رضایت او میگن که قانون است و شما میخواین که قانون را تطبیق کنین. این کارتان اشتباه است آمر صاحب. متنیست ببینین شما نمیفهمید. کل چیز میفهمم به خاطر که طفولیت من اینجا تیر شده. بسیار خوب میفهمم که رسم رواج مردم چی است. اگر شما وظیفه خود انجام ندین از نظر قانون مجرم هستین. خوب پورا با کی بات میته؟ به خانواده کرمانیا. ببینین استاد
شما میخواین خدا به یک درد سر کلان دوچار بسازید. او خانواده بزرگ است. ببینین من از هیچ کس نمیترسم. نظر به قانون شما هم نباید بترسین. تو با خدایا ایره بیبی لباست درست بپوش بچه. مرا بیبی مرا کم نیارین. ریشت چرا تراش نکردی؟ سلام علیکم. او رشید چطور هستی؟ چی حال داری حسن؟ با قصر کرمانی ها میری با خاطر نامزدی. تبریک باشه. خداوند ازت راضی باشه. با خیر بری. هی دختر چرا گریه داری؟ فقط که تو را طرف مرگ میبریم. اشکایت پاکو لبرویت کشال نگی. بیاین که بریم. عجله کنین. بسیار زود مقبول شدی برفین خواهر. راست میگی دجله جان؟ یعنی فرمان مرا خوش میکنه؟ حتما خوش میکنه خواهر. سایه ما سر تو هم بفته دختر. برفین. ها اونا آمدن دختر زود باش بیرون برای. درست است خواهر زود میایم. واقعا که مقبول شدیم. زنده باشی. بیا اوه خان صاحب. سلام علیکم خان صاحب. خدا را شکر این کارم به خیر ما بوده. دختر دست خان صاحب ببوس. تو را میگم دختر دست خان صاحب ببوس. زود شو. حالا برو دست خان صاحبم ببوس. برو علی کجاست؟ در اتاقش از فاطمه پیشش است. چی رسایی داری بابوس دختر. اینجا بیا. زهرا دست خوشیتان ببوس. حالا سعی شد این طرف بیا دیگه. بیا بانه برا اونجا بشی. مادر من خودم علی را میارم درست است؟ عامر صاحب اینجا کسی نیست. چی شده عامر صاحب؟ خیریت باشه. حسن بیادر راشد کجاست؟ دختر خدا گرفته خانه کرمانیا رفته. من خوب به شما گفته بودم نه؟ بریم. زنده باشی بیادر. خواهش میکنم. برفین خانم عاشق کسی شده و برش دل باخته. گرچی این کار شایسته خانواده کرمانیا نیست، اما بازم خواستیم آرزوی شب برآورده بسازیم. خداوند از شما راضی باشه خان صاحب. خداوند سایه شما را از سر ما کم نسازه. راستش بعد از عروسی
آروسا و دامادام تشریف آوردن. حال دیگه باید چلا بدلی شود. بخیز برو. چی سعی داری دختر؟ برو تو هم برو. نزدیک شو. نزدیک شو. دروازه رو باز کنین پلیس. پیش پدرت برو. بفرمایین آمر صاحب، خیریت باشه. شما نمیشرمین که دختر دایی سنا خورد بابت میگیرین؟ شما هیچ وجدان ندارین؟ این جرم از قدیم خان. این دختر هنوز خورده است. ما ازت بپرسم، یا هر وقت که دلت خواست برم میگی یا؟ اگه خاموشم بشینیم نمیشه. اگه بگویم هم رای حل نیست. هیچ نمیفهم چی بگویم و چی نگویم. تو یک بار بگو. خداوند درد بی درمان نداده. برفین امرای فرمان فرار کرده. نوجین مادر کلان خواهر فرمان میخواه به بد بگیره. وام یک دختر بسیار خورد است. حالا در یک طرف موضوع جان دو انسان است و طرف دیگه یک طفل. هیچ نمیفهم چی کنم. کاملا بیچاره شدیم. آه طفل ما را خواهد گرفت. اگه اختیار می داشتی چی میکدی آزاد؟ همی که برفین و فرمان ازدواج کنن بس. امی رایش بود. زهرا درس بخوانه. وقت زمانش که رسید به خواست خود عروسی کنه، نه مثل آله. هیچ قسم یک جزا به یک انسان است. گناه را یکی انجام میته و جزایش دیگه کس میبینه. مشکلات با عصبانی بودن حل نمیشه. با تحمل درد و رنج امکان پذیر است. هر درد و هر رنجی را که انسان متحمل میشه مثل درخواسته است که به حضور ذات حق پیش میشه در قسمتش میباشه. اگه او درخواست تو پاک باشه، دو عصیان نمی باشه، راه حل حتما برات الهام میشه. شما راست میگین، نامزادی جریان داره. اما نامزادی فرمان بچه ما برفین دخترم از شما خودتان میبینین. از او خاطر اجازه گرفتن شما را مناسب ندیدین. اما حالی که تا اینجا زحمت کشیدین، بفرمایین شامل خوشی ما شوین. فاطمه دخترم، با آمر صاحب استاد ما نوشیدنی بیارین تا نوش جان کنن و در خوشی ما شریک شون. ما باور ندارم. زهرا بگو، زود باش بگو. تو را بابت میتن دخترم. زهرا هیچ نترس دخترم، من امرایت هستم. کسی به تو ضرر رسانده نمیتونه، درست است؟ حالا زود باش بگو. زهرا نترس دخترم، من امرایت هستم. هیچ کسی چیزی کردن نمیتونه. نه به خاطر نامزدی بیادرم اینجا آمدیم. بسیار میبخشید، سوی تفاهم شده بود. بریم دیگه استاد. عامل صاحب، اینا دروغ میگن. میخواین زهرا را امرای من نامزاد بسازن. تو امرای ما میری راشه و قدیم خان شما.
کاکا خیرت است. از دوست پرسان کو که چی شده. ملکه چی گپ است؟ من خب برات گفته بودم که نمیمانم در حق زهرا ظلم شوه آزاد. یک سوال ازت دارم. تا چه وقت دوزه می باشن؟ 1 ساعت یا باشن 2 ساعت؟ بعد از او چی میشه؟ در این باره بعداً فکر خواد کردم. بعداً فکر میکنی؟ تو خدا چی فکر کردی ها؟ برفی تو با اتاق خود برو. اما نوجین مادر کلا. هادیه میره با اتاقش ببراله. راستش تشکر بسیار زیاد. این کارا به خاطر تو نکنیم. عامر صاحب منتظر شما هستم. با هر شکل که میشه ای کار حل بساز. نمیخوایم کسی چیزی را ببینه و بشنوه. قدیم خان ازاراتتان نگرفتیم اما بیادرزادهتان گفت که عامر صاحب پس ما از اول براتان کل چیزا واضح میگم. راستش راشد یکی از دوستای بسیار نزدیک ماست. دخترشم زهرا بزرگ شده. خواستیم دخترش به نام خود کنیم تا این دوستی ما به قرابت تبدیل شود. زهرا دختر ما بسیار دختر هوشیار است. البته میخوایم عروس خانه ما شود. اول خواستیم نامزاد شوند بعدا نکاحشان هم میکنیم. کجا این کار جرم است؟ فقط به نام یکی دیگه خود میشن ها؟ بله راست میگه. دزم این کار یک رسم و رواج است. در سن خورد نامزد میشن کلان که شدن عروسی میکنن. آها اما تو نیست خان صاحب. آها ملکه بلیاز خدا تو در این کار مداخله نکن. درست است مداخله نمی کنم. هر روز یک دختر خورده از صرفم ببرن بعدن مثل گوسفند او را قربانی کنن. من فقط مصروف کار خود باشم و تو هم امیر میخوای نه آزاد. اما ترس با تو ضرر میرسانن ملکه. تو هیچ نمیفهمی که چی بلای سرت خواهد آوردن. هیچ کاری هم کردن نمیتونن. من از هیچ کسی نمیترسم. من نمیتونم مثل تو به تفاوت باشم. استاد ملکه جانه تشویش نکن. به تو ضرر رساندن نمیتونن. فهمیدی؟ صبح دوباره به مکتب میایی. درست است. بریم دخترم بریم. عجله کن. هرچی عاجل باید این کار ختم شود. با زودترین فرصت باید کار عروسی را خلاص کنیم. درست است اما چه قسم نمیبینی؟ پلیس تعقیب موضوع استادم پشت ما را اعلان نمیکنه. هر مشکل یک راه حل داره. میتونیم قانون و پلیس از سر راه خود دور کنیم. در داخل موتر برات کل چیزا واضح میگم. بچه‌شم خان صاحب ببینیم چی میشه. بچه تو اینجا چی میکنی؟ زود باش برو. عجله کو برو خانه برو. برو. خان صاحب با او استاد چی کنیم؟ جزای استادم به زودی برش میتیم. تو تشویش نکو. حالا دیگه بریم. بفرمایین مادر. مادرت نیست، ما هستم دخترم. پدر؟ دخترم معلوم
وقتی کجاستی؟ مادرم حتما براتان گفته که در قریه هارمونی هستم. دخترم دیگه جایی برفتن پیدا نکردی؟ پدر جان، اطفال اینجا مثل اطفال استانبول شیرین هستن. این را بسیار دوست دارم. ما تصمیم ندارم که بیایم. خدا لعنتش کنه. چی گفت؟ گفت نمیخوایم بیایم، اما من خوب میفهمم که امرایش چی کنم. چی خواد کردی؟ بسیار زود به یک جای دیگه تبدیلش میکنم. راشد، پلیس چی گفت؟ چی میگفت دیگه؟ گفت نامزدی را فسخ کنیم. ما مجبور شده قبول کردیم. وای، من میفهمیدم که پدرم مرا با اونا نمیده. من میفهمیدم. درست است. آرام باش. دختره، جای درد میکنه؟ نه. ما تو را زیاد اذیت کردم. بسیار قهر بودم. بهتره می است که تو را پیش یگان دکتر ببرم. حالا دختر ما چیزی نشده، خوب است. تو دکتر هستی ها؟ چی میفهمی؟ اگه کدام جای ضربه خورده باشه ها؟ بریم. تو هم بیا دیگه. بریم. بسیار تال دادن، راشد چیزی نشده باشد. خداوند نگاهش کنه. یک بار دختر ما چیزی نشد. چی خواهد شد؟ ها؟ چند دقیقه صبر کردن نمیتونی؟ یک پانسمان چه قضیات وقت گرفت. تو بسیار احمق هستی خانم. کجاش پانسمان میکنن چه پانسمان؟ تو هیچ گپا نمیفهمی احمق. زهرا را آوردیم تا سنش تثبیت کنه. او دیگه چی است راشد؟ برات میگم. دکتر از خود است. یک بار معاینه کنه، بعد از معاینه یک گزارش تهیه کنه که دختر سنش کلان است. اما تو به زهرا چیز دیگه گفتی. خب چی میگفتم ها؟ چی میگفتم خانم؟ برش میگفتم بیا بریم سنت تثبیت کنن که به زور عروسی تکنم ها؟ اما تو میگفتم بسیار خوش شده بود. میگفت که نجات یافتم. ما حالا چه قسم برش بگویم راشد؟ میگی تو چوب باش. ها دخترم آمد. بیا پیش پدرت. چی شد؟ دکتر معاینه کرد، گفت تو کاملا خوب هستی، صحتمند هستی. آفرین. دیدی خانم، دیدی؟ دخترم، جان مادر. خوب است. شما همینجا باشین، من میرم امرای دکتر گپ بزنم. بعد از دیگه خواهر زیاد پاره شده. اگه چسب بزنیم باز خوانده میشه، اما بسیار بد معلوم میشن. بعد از دیگه در چشم من چیز بد معلوم نمیشه. همین که عروسی نکردم، مکتب میرم و درس میخوانم، دیگه چیز برای مهم نیست. بعد از یا مرا در کنار سایل میبرینی؟ ایره بیبی، پس درباره خودمون فکر میکنی؟ خواهرک قنده. آی قربانت شوم. بسیار خوب شد که عروسی نکردی. خوب شد که از پیش ما جایی نمیرم خواهر جان، هیچ جایی نمیرم. فهمیدی؟ تو تشویش نکن. چند بار برات گفتم که پیش من قسم کارها را نکو ها؟ نه قارون اعظم میکنه. ها فکر میکنی با این کارهای تو از تصمیم منصرف میشم؟ اما تو رست برای دیگه کالای دخترت آماده کو. سبا نامزدیش است. او تفلک چی داره که آماده بسازم. سبا برش جمع میکنم. حداقل امشب خوبان که برای عادی خو کنه. عروس عادی نمیشه، عروسی یک قصر میشه. دیگه اول طفل نگو فهمیدی؟ حالا دیگه خانم یک خان میشه. خانم چی؟ زهرا دا تمام عمر پرستاری علی را خواد کرد. تو چی فکر میکنی؟ به نظر تو بغیر از پرستاری کار دیگه خواد کرد؟ من خواهم قسم فکر میکنم. گپای ناقبان. کالای دخترت آماده کو. بخیز پیش گوشم از یاد گپ نزن. بگی چیزای تو وردار برو. فاطمه خواهر،
نه که اینجا اتاق ما میشه چطور بسیار مقبول است. نمیفهمم. شادی اتاق به علی و زهرا بتن. قرار نیست فرمان خانه داماد شوه. البته خوبم نیست. ما به خانه او گلسوم دیوانه نمیرم، فهمیدی؟ در او خانه زندگی کردن نمیتونم. به نظرم زندگی کردن تو در خانه فرمان برات بهتر است. در اینجام خب برات جایی نیست. نه خواهر، این کار مربوط تو نمیشه. وها اگه برات زحمت نمیشه پردای اتاقم تبدیل کن. خودت خو میفهمی من این رنگ خوش ندارم. علی تو دیوانه شدی؟ چی میکنی؟ پس شو سر رایم. این کار تو غلط از برفین. میخوای چی بگویی ها؟ از سر رایت هیچ وقت پس نمیشم. یعنی که تو به عشق و آرزوهای هرگز نمیرسی. تو دیوانه مانع من میشی؟ بله ما مانعت میشم، فهمیدی؟ تو بسیار احسان فراموش هستی علی. به جایی که از من تشکر کنی بشرمانه مرا تهدید میکنی. بسیار بد است. تشکر به خاطر چی؟ از برکت من در این حالتت برات زن پیدا شد و هم یک دختره که هنوز طفل است. صبح بخیر. خیریت است. یونیفرم مکتب چرا پوشیدی؟ وقت پوشیدم گفتم میشه مصروف چای خوردن شم، سرم نه وقت نشه. دیگه با مکتب نمیری. اما چرا؟ چرا ندارم. سوال نکو. امروز امرای علی نامزد میشی. خبر نداری؟ نه خیر، امکان نداره. امکان داره. داخل برو کالایت تبدیل کن. برو. اما شما خود گفتین مرا با اونا نمیده. برو دخترخه گپ نزن. برو کالایت تبدیل کن. برو امرای مادرت کمک کن. زود شو. برو دیگه. حالا برو. مادر گفتم شاید تا نا وقت خوشوی لباسایت جمع کنم دخترم. مادر ازتان خواهش میکنم مرا با اونا ندین. زور من نمیرسه دخترم. از دست من چیزی ساخته نیست. حداقل از این ظلم پدرت نجات میافی. نان و آوت اونجا آماده است دخترم، تشویش نکن. در او قصر راحت میباشی. اینجا چی است که خوش است؟ آی مادر نمیخوایم عروسی کنم، نمیخوایم. زهرا الهیم کو زهرا خواهر باز چی شده؟ خواهر جان من همیالا باید پیش استاد ملکه برم، کار دارم. تو کوشش کن که به پدر و مادرم نگویی، فهمیدی؟ درست است. برشان بگو در خانه هستم. حالا بده و برو بوتایمه برم بیار. خواهر دوباره پیش ما میایی؟ من تو را هیچ وقت تنها نمیمانم. میرم. چی شده دختر؟ قال مقال خواهرت تو رام زود بیدار ساخت؟ اله تو بیشی چای تا بخو دخترم. من خبر خواهرت میگیرم. گریان کده تفلک نفسش برامد. نه مادر، خواهر مال گریان نمیکنه. گفت کم استراحت کنم خوب میشم. گفت شما چای صبحتانه بخوریم. پس بیاین چای تا نبخورین.
بیا گلسوم ایرام زیاد نازدانه نساز. کل کارا به خاطر نازدادن تو چای بنداز. چی رسایل دارین بخورین دیگه. چای بنداز. ای خدا دلم تنگ آمده، شیشگه که دلم زیر سنگ آمده. ای خدا جان دلم. هدیه بسیار ساعت تیرسا. چی کنم دیگه مادر؟ اگه مثل زمره چوپم باشم مردم فکر میکنن که دی خانه عروس نی جنازه میایه. از صبح تا لب روش مثل کچولو کشال مانده. زمرت مادر برش بگو مرا راحت کنه، من خوب هستم. حالا گپ زدنم دی خانه جرم شده توبه. من چی گفتم؟ فقط چیزی گفتم. بس کنین دیگه، امروز بسیار کار داره. نمیخوایم شما هم جنجال جور کنه. فرمان بچین. در اوایل زیادترت عصبانی بودم اما بالاخره از برکت تو دو قصر را پیدا کردیم. خداوند عاقبت ما را بخیر بسازه. تو تشویش نکنه. نه دو قصر به هیچ کس اجازه نمیتم خواهرم اذیت کنه. آفرین بچیم آفرین. دیدی حال فهمیدی لازم نیست جگر خون شوی ها. قدیم خان زنگ زده. بفرمایید خان صاحب. بچشم قربانتان، امرتان به دو دیده. درست خان صاحب درست فهمیدم. گلسوم برو زود زهرا را بیدار کو. دختر ما به خریداری میبرن. ما آدم قابلشان چی بگیریم؟ و برفینم چیزی گرفتن نتانستیم. کم گپ بزن. خب مادر میفهمن که نداریم دیگه. زیاد گپ نزن. برو دخترت بیدار کو. زود شو. نه مادر اجازه بده خواهرم کم خو کنم. معذرت میخوایم بانک خستگیش رفت شد. واه 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 یک همین موشک کم بود. تو دیگه از کجا شدی؟ چرا استاد شدی؟ برو گم شو. برو. اجازه بده من خواهرم بیدار میکنم. صبر کن دختر. شما کدام پلان دارین؟ ها؟ دورم میگم شما چی پلان دارین؟ زهرا 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 کجاستی؟ کجا خدا گم کردی؟ خدا نکنه نیکه فرار کرده. نه مادر این کار کردن نمیتونه. به تنهایی خود کجا میتونه بره؟ بس شو دختر. زود بگو خواهرت کجا رفته؟ ها؟ بگو که خواهرت کجاست. بگو دیگه زهرا کجا رفته؟ اگر نه تو را از بین ببرم. جوابته. گفتم بگو. زهرا زهرا کورستی چطور؟
صبح بخیر استاد، خوب هستی؟ صبح بخیر، خوب هستم. شما چطور هستید؟ به خانه نوت عادت کردی؟ به چیزی ضرورت نداری؟ عادت کردیم. بسیار تشکر. زنده باشید. از تو هم دخترم. روز خوش داشته باشی. خداحافظ. خیرت باشه سامی، چطور که یاد ما کردی؟ هیچ پرسان نکو، بسیار پریشان هستم. قبل از اینکه موضوع دگام خراب شوه به من باید کمک کنی. تو درباره چی گپ میزنی؟ دخترم تبدیلی جدیدش به شرق کشور شده، اما قبل از رفتن خود مشکلات روانی داشت. او محیط بیگانه کاملا او را تغییر خواهد داد رفیق. حتی مادرش از این میترسه که خودکشی نکنه. تو به خدایا متاسف هستم، واقعا متاسف هستم. خب پس چرا دولت رو جریان نماندین؟ ملکه نمیخواه که مشکلات شخصیش مانع پیشرفت شوه. او را خمش نوتی دیگه. اگه او را به استانبول خواسته بتونی باز با کمک ما و دکتر با زودترین فرصت خوب خواهد شد. حتما مکتب رفته، باز بشی استاد به شرم خود رفتم. این قسم رفتن زهرا خوب نیست پدر، باور کنید. این کار به خاطر من شد، بسیار میشرمم پدر. چرا میشرمی؟ او باید عروسی را قبول کنه. اگه بار دیگه مخالفت کنه با دستای خود تمام استخوانایش میشکنانم. تو دیگه چرا گپای ما را گوش داری؟ سرعت بگی لعنتی. آزاد؟ تو چی میکنی بچیم؟ ای چی است؟ میخوای کجا بری؟ مادر بیا اینجا بشین. ما دیگه نمیتونم اینجا زندگی کنم. دیگه نمیتونم شاهدی کارا باشم. تو میخوای چی بگویی بچیم؟ نشد مادر، موفق نشدم. مانعی کار شده نتونستم. تو چطور میتونی مخالف رسم رواج شوی آزاد بچیم؟ ما همه قسم بودیم و همه قسم خود بودیم. از برکت رسم رواج زنده هستیم. اگر نه نابود میشدیم بچیم. چی کنیم؟ مجبور هستیم که قبول کنیم. گذشتگان ما گناه را ثواب ساختن مادر. حرام حلال گفتن. خانم ملکیت خود خطاب کردن. رسم رواج باید مثل آب و هوا باشه تا انسان از زنده کنه اما از بین نبره. مادرت قربانت شوه. اگه تو بری باز من چی خواد کردم؟ مادر یک دفعه ما جای به جای شوم باز وقت شما را میخوایم. این کار نکو بچه، نرو، ترکم نکو. تو ما را مثل پدرت ترک کده نرو. هرگز. تا که من زنده هستم شما را تنها نمیمانم. اما از اینکه شاهد ای حالات باشه مرگ برم بهتر است. ای همه را تحمل کردن نمیتونه مادر. چی شده؟ نه که به معذرت خواستن آمدی؟ گوش که علی، تو دیگه حالا عروسی میکنی. کم آداب معاشرت یاد بگی. در اتاق یک زن بدون اجازه داخل شده نمیتونی. شرم است. فهمیدی؟ ها چی شده؟ چرا قسم لق لق طرفم سیل میکنی؟ زبانت هم از دست دادی؟ گپ بزن دیگه. چی میکنی علی؟ دیوانه شدی؟ برات گفته بودم که به عشق و آرزوهایت نمیرسی. امروز نه تو عروسی میکنی و نه ما عروسی میکنم برفین. صبر کن.
تکان نخوری. تکان نخور برفین. اگر نه مغزت باد میکنم. علی آزاد بیادر شما میرین؟ بله بازم دور میرین؟ بیبی جانم ما یک چند وقت اینجا نمی باشم. طرفم ببین. خوش کنی در سایت ترک نکنی. اما امروز عروسی است. در عروسی اشتراک نمی کنی؟ نه جانم اشتراک نمی کنم. اما با برفین تبریکی میتم. درست است؟ علی تو دیوانه شدی؟ چی میکنی؟ سلایت پایین کو. چی شده؟ گفته بودی که با این حالتم هیچ چیزی کده نمیتونم. تو باید امو روز اول از بین میرفتی برفین. حالا به تنهایی به جهنم میری و با همیش میسوزی برفین. علی بیبی من امرای نوجین مادر کلان گپ زده. مانع عروسی تان میشم وعده میکنم. برفین آزاد بیادر کمک کو. نزدیک نشو بیادر. علی تو چی میکنی بیادر؟ هوش کنی نزدیک نشی. هوش کنی بیادر نزدیک نشی. علی جان بیادر دیوانه شدی. تو میخوای چی کنی؟ تو مداخله نکو بیادر. ما این کارا تکمیل میسازم. دی خانه کلتان سر ما امر میکنین. اما حال خود دیدین که کلتان باید از ما اطاعت کنین. چطور؟ او بچه مردی در اصل گرفتن نیست بلکه در بزرگی است. تو مداخله نکو بیادر. این نامزادی نمیشه. استاد ملکه دیدی؟ اینجا آمدم. کسی که حد زده بودم. زود باش احمق عجله کن. زود بیا. استاد ملکه آخرین دعایت بخون برفین. چرا که تو را از بین میبرم. فهمیدی؟ علی اسلحه را پایین کن. بیادر ایلاکو. علی کمک کنین. این صدای برفین نبود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. برفینه چیزی شد با خدا. خدای تو به ما کمک کن. آزاد بچه آزاده. تو چی کردی؟ چی کردی علی؟ اگه آزاد بیادر داخل نمی آمد باز مرا از بین می برد مادر. بچه آزاد من. خوش میشم. چرا استاد هستی فاطمه؟ برو به امبولانس زنگ بزن. بخیز بچه بخیز. از گریه کدن کده. بخیل دست بچه تا بگی. بلندش کن. آهسته آهسته.
بریم بچه آیسته نه فکر طبیعی داستم صبح بخیر شاگردا. بفرمایین بشینین. بخیر احمق بخیر فکر کردی ما را فریب داده میتونی ها؟ میخواستی پیش استادت بری؟ حالا امروز میفهمم چی کنم. پدر لطفا این کار نکنی. شما چرا بیرون نمیبینین؟ متوجه درس باشین. پیش او زن احمق میرفتی ها؟ پیش او میرفتی؟ او چی تو میشه؟ ها؟ او کیه؟ وقتی پدر و مادرت زنده هستن پیش او چی میکنی؟ او مشکلاتت حل میسازه؟ معلم صاحب که نمیمانم تا را عروسی کنن. قرار بود اون مرا نجات بده. باز تو هم باور کردی؟ چه قسم نجات میده؟ با کدام ها؟ برعکس خشم کرمانی ها را شروع ور میسازه. او هم بیادرت از بین خواد بردن نمیره میخوایی؟ میخوای بیادرت از بین بره؟ میخوای بیادرت از بین بره؟ ها جواب بده میخوای از بین بره؟ صنفیایم خوش دارن اما منم میخوایم که رخصتی بیاید چون مکتب زیاد خوش دارم. مادرم 2 سال پیش برم گفته بود که حالا کلان شدی ده بیرون ساتیری نکو از این خاطر ده خانه خسته میشم. وقت معلم شوم باز در رخصتی ها مکتب میباشم و شاگردایی که میخواین درس بخوانن برشان درس میدم. خان صاحب چی کدی راشد؟ موضوع را حل ساختیم؟ حل ساختم خان صاحب تا دیگر آماده میشه. خانما در خانه منتظر هستند. زهرا را میاری اما تو نیست؟ البته خان صاحب در راستیم میاییم. بریم دختر بریم. ما کرمانی هم کده چه رقم مردم خیشواندی میکنیم. توبه آزاد زخمی شد. های بیا که بریم. تحمل که بچه میرسیم بچه. نمیمانم که کل چیزی شود. بچه آی آمبولانس آمد. نه تا حالا نامده. یک دفعه دگام زنگ بزنین زود شوین دیگه چی میکنین؟ زنگ میزن. حالا دستشا بگی بچه. شاگردا زهرا کجاست؟ چرا امروز مکتب نامده خبر دارین؟ دیدمش اما بسیار عجله داشت طرف مکتب می آمد. درست است بیشی. آزاد بچه تحمل کن جان مادر لطفا. آهسته تحمل کن. آهسته حالا بچه آهسته. امبولانس چی شد؟ خیلی موتر ببرینش زود شوید حالا دیگه. آرام باشید آرام باشید. عجله کنید. عجله کنید زود شوید. زود شوید که بچیم از بین میره. زود شوید. آی بچه گکی.
تو هم امرش برو. زمارات تنها نمانی. عجله کن. زود شو. نوجین مادر کلان. بیبی رسیده بچیم تو خوب میشی. میبخشین خانم شما داخل رفتنمه. خدایا بچیم بخیر خوب شوه. جمالم رفت. اگه آزادمان بره تحمل کردن نمیتونم خدایا نمیتونم. بیا جان بیا اینجا بشین. اوف دیگه جان اوف لعنتی اوف. این کار هیچ خوب نشد هیچ. او هم دقیق در روز عروسی. حال تا آزاد از شفاخانه بیرون نشه عروسی نمیکنن. شانس ما را ببین شانس ما را ببین. فکر میکردیم امروز همراه خانواده قارب میشیم اما بیبی که آزاد چی شد؟ لعنت با این شانسی که ما داریم. خدا کنه که آزاد چیزی نشه. چرا چی شده؟ چی بفهمم غرق خون بود. آمبولانس آمد انتقالش دادن نمیفهم دیگه. خواهر امروی استادت گپ زدن نتونستینی؟ نه گپ زدن نتونستم. ما دیگه هیچ وقتم به مکتب نمیرم و هرگز بنتان آمادگی گرفتن نمیتونم. شاگردا شما شوخی نکنین من زود پس میایم. مدیر صاحب قرار است به زودی بین مکاتب ابتدایی کشور ما مسابقه شروع شود. میخوایم که مکتب ما در مسابقه اشتراک کنه. چرا؟ به خاطر ذلیل شدن؟ نه برعکس مطمئن هستم که درجه عالی میگیریم. در مکتب ما یک شاگردم استعداد اشتراک در مسابقه را نداره خانم ملکه. موضوع مسابقه را خودتان میفهمین. شاگردای ما بغیر از اینکه هرچه عاجل عروسی کنن و تشکیل خانواده بتن دیگه کدام استعداد خاصی ندارن. به نظر من شما تا حال شاگردایتون رو نمیشناسین. قسمی که من یک شاگردم میشناسم که آرزوهای بسیار عالی داره و اگر در مسابقه اشتراک کنه نتیجه بسیار خوب میگیره. فعلا به اجازهتون. چی کردی سمی؟ همراه آقا جهان ملاقات کردی؟ ملاقات کردم. موضوع رو برش گفتم. پس چی جواب داد؟ ملکه را آورده میتونی؟ گفت هرچی عاجل باید اقدام کنیم. اگه به استانبول رو آورده نتونم کوشش میکنم از اون شهر رو بسیار یک جای دور انتقال بتم. انشالله. دقیقه وقت دختر ما از ما دور بود. باید حال همراه ما باشه سمی. اگر نه تا آخر عمر از ما خفه خود بود. تا 2 روز دیگه دختر ما میرسه. تشویش نکن. بار دیگه اجازه نمیتم تا پای خود طرف فشار بانه. انشالله بخیر بیایه.
مادر، اگه او علی باز بخواه به ما ضرر برسانه، او دیوانه شده، مرا زیاد میترسانه، میخوای مرا از بین ببره. اگه یک بار دیگه ای کار کنه، اگه بار دیگه به تو ضرر برسانه، ای قصر برش جهنم میسازم. راستی زهرا را از کجا پیدا کردی؟ دیگه از کجا؟ از پیش مکتب. بازم میخواست پیش اون معلم بره. او رای خدا پیدا میکنه. تا هنوز او را نشناختن، چون مادرش از قلبش طرف همو میره. پای ناق نزن خانم. چند بار برات بگویم که دهانت تا بسته نگاه کن. میفهمی؟ اگر کدام بی‌توجهی کنی تمام فایده ها را از دست میدیم. بسیار دقیق باش. او دختر نباید او معلم ببینه. هر کاری میخوای انجام بده او دختر نباید از خانه بیرون شوه. اگر بیرون شوه چشماش کور بکنم. چی رسال داری؟ زود باش بالا برو. ببین که چی میکنه. زود شو. توبه خدایا، توبه از دستی زن نمیفهمی چی رقمی داره. سلام. امروز زهرا به مکتب نامده بود، با تشویش شدم. خوب است؟ خوب است. کم دل درد بود. مادرش اجازه نداد مکتب بره. استراحت است. توبه. از دوستاش پرسان کردم، گفتن وقت طرف مکتب میامد دیدنش و در ضمن عجلم داشته. تو دیوانه شدی خانم معلم ها؟ با کدام حق تا خانه شاگرد به پرسانش می؟ اول مکتب رفته بود، وقتی دل درد شد دوباره خانه آمد. دایی دیگه چی گپ است؟ ها خانم بگو. خود درست است. پس من میخوایم که او را ببینم. زهرا را بخوایم که بیایه. حالا؟ بچه ما چی گناه کرده بود؟ آزاد ما چی گناه کرده بود که حاله به این حالت رسیده؟ زهرا چطور هستی؟ استادت به تشویش بود. من برش گفتم اما باور نکرد. تو خودت برش بگو. با مکتب رفته بودی به خاطر که دل درد شدی دوباره پس خانه آمدی. معلم صاحب راستش. آها. بله، به خاطر که دل درد بودم پس خانه آمدم. زیاد میخواستم مکتب برم تا از درس ها پس نمانم، اما به خاطر که دلم درد میکرد مجبور شدم خانه بیایم. حال شنیدی؟ معلم صاحب، ما آدمای بد نیستیم. دل دختر درد میکرد، مادرش هم ازش پرستاری میکنه. زهرا جان، میشه پیش ما بیایی؟ بیا جانم. برو زود شو. با یاد داری روز اولی که به مکتب آمدم از شما خواستم که یک مقاله نوشته کنین. ما اون مقاله را شامل مسابقه ساختم. کدام مسابقه معلم صاحب؟ بین مکاتب ابتدایی شهر مسابقه مقاله نویسی برگزار میشه. از بینشان بهترین مقاله را انتخاب میکنن. با زودی کلگی از آرزوهای زهرا خبر میشن که میخواه یک معلم شوه و مثل خود شاگردای زیاده را لایق تربیه کنه و خواهر خودم کنار ساحل به تفریح ببره. اگه زهرای قسم به درس خواندن ادامه بده، با زودی تمام آرزوهاش برآورده میشه انشالله. به خاطر که زهرا یک شاگرد بسیار لایق است. حتی لازم نشد چند روز منتظر باشه. مشکل ما را حل ساخت. بسیار زود حل ساخته جهان. چی؟
یعنی چی که از دست ما کار ساختن است؟ درست جان زنده باشی. ما بعداً بر زنگ میزنم. چی شده؟ تبدیل کده نتونسته؟ نتونسته. با خاطر که دختر هوشیار تو با قصد اونجا را ترجیح داده. اگر این کار نمیکرد تبدیل میشد. خوب حالا چی خود شد ها؟ تا خواست خودش نباشه تبدیل شده نمیتونه و مگه عذر قانونی داشته باشه. اگه ملکه اونجا باشه حتما با دختر خود روبرو میشه و از تمام حقیقت خبر میشه. نه خیر، من دیگه درباره احتمال فکر کردن نمیتونم. حتی در خوابم راحت بوده نمیتونم. در این مورد باید یک کار کنیم. ما میفهمم که چی کنم زن، چون که دخترت به ما کدام رای دیگر نمانده. سلام. بفرمایین. آقا آزاد دیده میتونم؟ آزاد خانه به شفاخانه بردن. چی؟ دلیلش هم میفهمین؟ دلیلش هم نمیفهمیم. همه گفتن در عملیات خانه است. وضعیت شام وخیم است. شفا باشه خان صاحب. انشالله که به زودی شفا میافه. انشالله. زنده باشین. خداوند آزاده دوباره برتن ببخشه. در یک خانه که یک نفر نباشه، وقت که کل اعضای خانواده جگرخون می باشن. آزاده ما خوب میشه. بچه ما قوی است. ما را تنها مانده نمیره. قلب آزاد بسیار قوی و بزرگ است. با آسانی خود از دست نمیده. تشویش نکو. مطمئن هستم که با زودی خوب میشه. آزاده ما خوب میشه. ما رو خود تنها نمیمونه. نه؟ عملیات موفقانه سپاری شد. صحت مریض کاملا قناعت بخش است. با زودی خوب میشه. خدایا 1000 بار شکرت. شفا باشه. زنده باشید. خان صاحب بچه ما خوب میشه. مادر چشمایت روشن. عملیات بخیر خلاص شد. نجات یافت. خدایا 1000 بار شکر. نظر گرفته بودم که به 7 قریه خیرات کنیم هدیه. شفا باشه قدیم خان. خوب شد که بخیر گذشت. زنده باشین. خوب شد که بخیر گذشت. سلامت باشین. این معلم باز چی میکنه؟ برو مانش شو. ملکه سلام. چی تصادف هوا ترس؟ آزاد کجاست؟ او را چی شده؟ فکر کنم فراموش کردن که شما معلم هستین. ده هر حادثه قبل از پلیس شما اونجا میرسین معلوم هستین. گفتم آزاد کجاست؟ چرا زخمی شده؟ پس حتما شما استخبارات دارین. چطور؟ میخواین درباره کل چیز معلومات پیدا کنین؟ این وقت گپ زدن نیست دوران. درست است. شوخی کردم بس. چند سال میشد که آزاد بیچاره تکلیف میده داشت. دکتر گفت که باید عملیات شوی اما او به تاخیر مینداخت. امروز قسمت بود دیگه. مجبور شد که عملیات کنه. یعنی خلاص برات بگم که آزاد عملیات معده را سپاری کرده. کجا میری؟ همه چیز خب برات گفتم دیگه. فقط میخوایم یک بار ببینمش. نمیتونی. همه از اتاق عملیات بیرون شد. درست است. پس منتظر میباشم. نه حق منتظر نباش. من برش میگم که تو آماده بودی. اوف دوران، حوصله گپایت ندارم. پس سر رای. کن مالک. چی شده معلم صاحب؟ فکر کردی دستان فسی؟ چرا چیغ میزنی؟ میخوایم آزاده ببینم. اینجا نمیتونی. یام با ما در سر شده. اوه خدایا صبر. مریضتان به هوش آمد. حالا میتونین به نوبت ببینینش اما زیاد همراهش گپ نزنیم. بفرمایین شما برین مادر. بفرمایین.
ننید کم بود از خاطر نوازش سکته کن از این خاطر اول رفت. بیادرم نجات یافت مادر او خوب میشه اما تو نیست. بله خدا را شکر دخترم، خدا را شکر نجات پیدا کرد. براتان گفته بودم که شما را ترک کردم میرم، اما باور نکرده بودم. بچه دیوانه، ایره نمیفهمی که قبل از شما ما باید بمرم. خداوند به ما در دولت نشان نت آزاد جان. تو به ما بسیار عزیز هستی، نواسه کلانم هستی. طرف تو دیده زندگی میکنم بچه، متوجه خود باش فهمیدی؟ ای جان فقط مربوط تو نمیشه، آینده خانواده من به تو وابسته است. تشویش نکنه مادر کلام، اگر مرا چیز شبه دوران خواه است، خانواده ما به خان نمیمونه. با دیگه بچه تو چی گفته میری؟ اگر لیاز مریضی و زخمت نباشه باز خودتا میفهمی چند وقت میشه از املت نخوردی. پیش کس دیگه ای گپاره نزن اگه میباز لیازتا نمیکنه. مساج میتیم گفته اطلاعتت کنن که دلت باشه. پولیس هم آمدن در بیرون هستن، چند دقیقه با داخل می. تشویش نکنه، علی را اندگیر نمیتم. میگم اصل عرب پاکاری میکردم که فایر شد. میگم از دست خودم فایر شد. قربان خدا شوم که تو را آفریده بچه. خدا تو را کم نکنه از سر ما. یک دانه ما، جان ما، آزاد ما. ملکه اینجا چی گپ است؟ برات گفته بودم که نمیمانم زهرا را بد بتن آزاد. من از تو یک سوال دارم. تا چه وقت زندان خواد بودم؟ 1 ساعت یا 2-3 ساعت؟ بالاخره چی میشه؟ در این باره باز پسان فکر میکنم. پسان فکر میکنم. شب بخیر. میخواستم درباره یک مریضتان معلومات بگیرم. امروز عملیات شده. نامشان چی است؟ آزاد کرمان. آزاد کرمان، درست است. همون که توسط اسلحه زخمی شده بود. چی؟ بله بله. عملیاتشان بخیر گذشته. فعلا در اتاق خود هستن. میخواین شما را وصل کنم؟ نه بسیار تشکر، نمیخوایم مزاحم شوم. با سلاح زخمی شده. مادر من میگم که هرچی عاجل باید ای عروسی شد. یعنی میگی آزاد در شفاخانه باشه و ما بخواد عروسی و پایکوبی کنه؟ تو یک ذره متوجه گپایت هستی؟ مقصدم پایکوبی نیست. من میخوایم هرچی عاجل این موضوع بسته شود. من میگم دیگه اتفاق برمان نفته مادر جان. فقط از همین خاطر ای گپا براتان گفتم. مادر آزاد از روز اول مخالفی کار بود. معلومم یک درد سر است. ما هم نمیتونیم مخالف رسم رواج ما شویم. اگر منصرفم شویم بعد از او به نظرت مردم قریه بگه پای ما گوش خود کردن؟ بالاخره یک روز نه یک روز ای عروسی صورت میگیره. آزادم بازودی خوب شده خانه میاد. اگر از علی شکایت میکرد و علی زندانی میشد باز وقت چی میکردی مادر؟ اگر علی نباشه عروسی هم نمیشه.
آزاد بیاز و بیادرش در گیر نمیتا بچه. میفهمم مادر که آزاد این کار نمیکرد، اما به خاطر فسخ عروسی انجام داده میتونست. آزاد حتی خبرم نمیشه. تا وقت مرخصی و تمام کارا خلاص میشه. تو هم راست میگی، اما مچم که مردم چی خواد گفت. سبا شو خینه، یک شو بعدش عروسی. چطور؟ هر قسم که تو میگی. بله مدیر صاحب بفرمایید. دخترم نمیاید. دکتر گفت یک چند روز دیگه باید استراحت کنم. بله و معلمشان بگوید. خدا حافظ. مادر قربانت شود دخترم بگو. وقت شما همراه پدرم عروسی کردین چند ساله بودین؟ 16 ساله بودم دخترم. شمارم پدرتان به زور عروسی کرد مثل من. ما 5 خواهر بودیم. پدرم میخواست که یک نانخور کم شود. به اولین خواستگارم مرا داد. یعنی شما به عروسی رضایت داشتید؟ مادر، اگه من بدیلم نمی بودم پدرم مرا بازم به زور میداد. نه خیر دختر، پدرت این کار نمیکرد. من برش اجازه را نمیدادم. مادر، ازت خواهش میکنم مرا تنها نما. بدیدن میایینه همانطور نیست مادر. الیفام همراهی بیاری. مادر، وقت سمبوسه پخت نکردی به مام. نگاه کن فهمیدی. باز من با خوردنش میایم. بازی چای ما برم بارین همراهی میبرمشان. زهرا، گلچاب کجا گمسته؟ عجله کنید تا هنوز آماده نشدن. حالا زود باشین که داماخیل منتظر مازن. هلا اوی دختر مقبولم. های تو چقدر خوش شانس هستی. هر چی که بخوای برات میخرن. بسیار دوست خود داشتن. خوشبخت خود شدی دختر. هر چی بخوای برات میگیرن. اینو برات گفته باشم. هر جایی که بخوای رفتم میتونی. این سر دنیا اون سر دنیا. خلاصه خوش خود بودی. بخیز دیگه. گریه نکو دختر نازم. بخیز آماده شوین دیگه. هلا دیگه زود شوین. بلند شوین. اوی دختر نفهمیدی چی گفتم؟ فهمیدم پدر. مخالفت نمیکنم. آفرین. بس از دیگه راشد. دختر آرام باد. گلچم امروز خوش هستم. کوشش نکن که مرا ناراحت بسازی. خداحافظ. خداوند ذهنت روشن کنه دختر. صبح بخیر مادر جان. برفین کجاست؟ به خاطر که امروز بازار میرنی از او خاطر زیاد هیجانی رفته که فهرسته تیار کنه. فقط که گلده سر ما میزنه یه هیجانی شده. نمیفهمم با کدام روی خریداری میکنه. با زهرام کالای قیمتی بگیره. خیره که مادر پدرش غریب است، اما بازم عروس خانواده کرمانیا میشه. نباید پیش مردم کم بیایی. فاطمه خواهر هیچی هست. یک چای تیره برام دم کن. منتظر چی هستی فاطمه؟ نشونیدی که برات گفت برو یک چای دیگه برام بیار؟ هدیه. آمادگی های شوخینه رو گرفتی؟ فاطمه چندان خدمتکارا رو خواستم مادر. ما تا از خریداری بیاییم کل آمادگی رو میگیره. این حالت ما رو بیبی.
و خانواده کرمانیا هیچ نمیزیبه، فقط که از ذاتش مالا نجات میده. برفین یکی خمار پیش کلگی رزیل ساخت، کم بود که به خاطر او آزاد نواسه کلانم جانش از دست بده. بچه‌م کجا میری؟ ما دیگه میرم، وقتی جور شد باز برام خبر بده. بله ما میخوایم براتون خبر بدم. ما علی کرمانی دیروز آزاد کرمانی را یعنی بدرم زخمی ساختم. کسی به دیدنت آمده؟ در حساب وقت کی آمده مادر؟ همون معلوم است. ما بیرون می باشم بچیم. درست است مادر. شفا باشه. خوش آمدی ملکه. هیچ خوش نامدیم آزاد. دیروز آمدم اما دوران مرا نمان که بیایم. شوام خو کده نتانستم. میشه درباره مریضیت برام بگویی؟ دیروز دوران برام گفت که تکلیف معده داشتی، اما دیشب پرستار گفت که زخمی شدی. درست است. آرام باش. اونجا بشین. دیروز وقتی اسلحه ما پاک میکردم از پیشم فایر شد. یعنی چیز قابل تشویش نیست. فکر نکنم تو بخوایی که من گپ باور کنم، نه؟ چرا باور نمیکنی؟ به خاطر که هر کس درباره مریضیت هر رقم گپ میزنه آزاد. و البته من بالای گپای تو شک دارم، فهمیدی؟ حالا میشه لطف کنی و واقعیت برام بگی؟ چی از ما پوت میکنی آزاد؟ ملکه تو رسم و رواج اینجا را بلد هستی. قوانین و رواج ها متفاوت است. بله میفهمم، اما ماما ندارم ملکه. کسایی که خواستن قوانین تغییر بتن هیچ وقت به این کار موفق نشدن. ما نمیخوایم به تو ضرر برسم ملکه. متاسف هستم آزاد. ما قسم آدم نیستم. مبارزه کردن در راه حق برای من افتخار بسیار بزرگ است. ملکه تو چرا قدر کالا گرفتی جانان؟ اگر کسی ببینم میگه پیش دختر خود کوچ آوردن. بیازو بعد 2-3 روز میره. ملکه را گرفته پس میایه. بی سمی کدام مشکل خلق نکنی. در آخرین جنگتان ماها با هم گپ نمیزدیم. جانان ما دخترم اونجا نمیمانم. چی گپ بزنه چی گپ نزنه، ما دختر خدا گرفته اینجا میارم بس خلاص. بله حق با توست، اما چی بفهمم دیگه؟ ملکه را خود میشناسی. وقت تصمیم گرفت منصرف ساختن او ناممکن است. ما دیگه چاره نداریم. اگه لازم شد به زور میاریمش. به هر صورت برای زنگ بزن خبر بده که میاییم. سعیس از مام از پیشش. شاگردا چی حال است ای صنف؟ فهمیدن همیشه که صنف است یا حمام است؟ چی شده مدیر صاحب؟ کدام مشکل است؟ نه خیر استاد ملکه، چون شما در صنف نبودین شاگردا زیاد شوخی میکردن. چند دقیقه وقت شد، معذرت میخوایم. در ضمن اگه شما به تشویش زهرا هستین، چند دقیقه پیش پدری زنگ زده بود، گفت که دل درد است، آمدن نمیتونه. بر اینا دل درد است. قرار است که خانم بیادرمو به خریداری ببرن.
خیرت باشه انشالله. باز کنین دروازه را، پلیس است. شما اینجا را سرای فکر کردین؟ چی گپ است که اینجا سرور داشتین آمدین؟ امر دستگیری علی کرمانی را داره. ما امرای معلم کار دارم. او دیگه از خود میگذاره. صبر کن قدیم، بدونه که بفهمی یا تحقیق کنی پیش اون نرو. پس خیلی چی کنیم مادر؟ دیگه کار کی بوده میتونه؟ کار ماست. حالا میبینیم که وقت ما در زندان باشم عروسی مرا کی برگزار میکنه. خدا تو برام صبر بده. برای ما مرسه. هیچ کس نباید خبر شود. فهمیده شد؟ ما براتان گفته بودم که او دیوانه حتما یک کار میکنه. دیدین آرام نشیشته. تو راحت شیشته تا نستی برفین. او دختر برو زود آماده شو. گلسومشان حال خود رسیدن. دختر قربان چاوم در خریداری مشکل خلق نکنی، درست است؟ بچه از دیروز تا حالا یک لقمه نخوردی. بگی بخون. مادر با این سیروما شکمم کاملا سیر میشه. او جای خدا داره. از یوم باید بخوری. تو باید زود خوب شوی. بگی. مادر علی چطور است؟ حتما بسیار پریشان است. نمیفهمم متوجه کدامتان باشم. مادر من خوب هستم. شما برین متوجه علی باشین تا باز کدام دیوانگی نکنه. حالا میآید. همین که برفین آماده شود میآید. پلیسا چرا علی را برده؟ توبه باندگه، او دیوانه است گلسوم. و پلیس گفته که ما آزاد زخمی ساختیم. آزاد علی زخمی ساخته؟ توبه ما چی کردم؟ لطفا به کسی نگو. این درست است. اگر نه مرا از بین میبره. بیا پیشو. موتر در بیرون منتظر است. زود بیا. اینه باز پیدا شدم. خانم گلسوم؟ استاد ملکه شما اینجا چی میکنین؟ وقت شما را دیدم زهرا به یادم آمد. چطور از زهرا؟ در خانه است، استراحت کردم. ما با گرفتن لباس عروسی آمدیم به برفین. پس تبریک باشه. به هر صورت سلام مرا به زهرا جانم برسانه. میگن نی خرسا یاد کو دانگه دا دست بگی. بریم یا اینجا میخوایی شو باشی خورک. خوش آمدی دختر. خوش باشی مادر. آزاد چطور است؟ خوب است. خدا را شکر خوب است. خیلی تو چرا آمدی؟ آزاد اصرار کرد. گفت من خوب هستم. تو پیش علی برو متوجهش باش. به خاطر که او بیادر خود خوب میشناسم.
منظورتان چی است مادر؟ رفته به پلیس گفتم آزاده زدیم. رفته از خود شکایت کرده. صبح وقت پلیس هم آمدن او را بردن. استوار باش زمرد، متوجه باش. مادر چطور استوار باشم؟ یک بچه در شفاخانه است و دیگهشم در حوزه. حالا من چی کنم؟ در این روزا زیاد اینجا میایی قدیم خان. آزاد گفته خودم فیر کردیم. گرچه اصل موضوع چیز دیگه است، اما ما باید قانون تطبیق کرده پیش بریم. ما هم به گفتن امی آمدیم آمر صاحب. شما خواست وضعیت علی خبر هستین. وقتی در مکتب هم بود ما اردقه به حوزه نمی آمدیم. سرباز علی کرمانی را بیاریم. دیگرها کجاستن مادر؟ هیچ کدامشان دیده نمیشن. چه امشب شب خینه است و سبام عروس خورده گرفته خریداری رفته. مادر چرا قدر زود؟ یک بار آزاد از شفاخانه مرخص شوه، علی هم آزاد شوه باز. نمیفهم که برفین چرا قدر عجله داره. هرچی عاجلی کار خلاص شوه به خیر ماست. از می خاطر خواستیم هرچی زودتری موضوع بسته شوه. مادر دخترم، بیادرم چطور است؟ خوب است دخترم، خوب است. میخوایم بیادرم ببینم مادر. تو برو کالات تبدیل کو، ما میرم به بیادرت یخنی آماده میکنم. درست است؟ باز یک جای میریم. مادر مرا به خبر نمانین، درست است؟ تشویش نکن. تو به فکر صحت آزادم باش که زودتر خوب شود. گفتم که ما زدیم بیادر ما. آمر صاحب ما بیادر ما زدم. قسم میخورم بیادر ما زدم. چرا باور نمیکنین؟ بریم. روز بخیر آمر صاحب. آمر صاحب چرا نمیفهمین؟ بیادر ما زدم. آمر صاحب بیادر ما زخمی ساختم. آمر صاحب ما زدیمش. استاد صبر کو بچم، بلند نشو. چی میکنی؟ شفا باشه. زنده باشین استاد. لطفاً بشینین. بفرمایین بشینین. حالا برم بگو چه قسم سرت فایر کردی؟ بیادرم علی میخواست برفین از بین ببره. ما مداخله کردم، بس امی باعث شد. وقت ما برات گفتم نرو باش. مبارزه کو منظور ما این نبود که خدا از بین ببری باشیم. اما بازم خدا را شکر میکنم. اگه تو اونجا نمیرسیدی خدا میفهمه که چی میشد. شاید حالا برفین در قبر و علی هم در زندان میبود. استاد اگه مشکل با زخمی شدن ما خلاص شوه خوب است، اما فکر میکنم شاید او بازم کدام کاری را بکنه. دعا کو بچه، فقط دعا تغییر میده. خداوند به همه چیز قادر است. از درگاه خدا نباید ناامید شوی. حق با شماست استاد. اگه فکر میکنین که این کار دمیجه تمام شده باز اشتباه میکنین. من عروسی نمیکنم. علی چپ باش. پس از دیگه نمیفهمی قصد جان دخترم کردی. در کارهایی که مربوطت نمیشد مداخله کردی. ایره با اتاقش ببرین. زورتان فقط به من میرسه. کاکا اگه دختر به بدیل نمی بود باز تو دختر از بین می بردی. وقت شما یک کارم میکنین هیچ گپ نیست. من میکنم گناست. فاطمه علی را گرفته به اتاقش ببر. واه 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 واه، این لباس ها را ببین، این جواهرات را ببین. واه واه با خدا چقدر چیزهای قیمتی پیدا کردیم. با خدا ای تو چیزها را هیچ وقت ندیده بودیم و نداشتیم. دختر قندم فردا پس فردا به فرمان کار میتن. دختر ببین تو چی کردی او خدا جان، زهرا دختر تو را به وزن طلا میخرن.
نمیخوایم پدر. گفتم نمیخوایم. من یه عروسی را نمیخوایم. من میخوایم درس بخوانم داینده معلم شوم. معلم مکتبتم گفته بودم تو راشد لطفا قسم نکن. حداقل امروز خوی کار نکن. امشب شب آخریشه. ما میخواین مرا دیوانه بسازه؟ امشب شب هنا و فردا عروسی میکنم. در مورد کدام درس گپ میزنید؟ در مورد کدام مکتب گپ میزنین؟ ها حرکت کو. حرکت کو برو. خوش آمدین مادر جان. خوش باشی دخترم. خوش آمدین پدر جان. های باشی. با اجازت ما کم کار داریم. بعداً باز میبینیم. بفرمایین مادر. ایره بگی با عروست بپوشه. لازم نیست مادر. ما مادر کردیم. اینو از نواسایم هستن. پیشت نگاهشان کن. سعیست که بچیم قهرمانم دیگه پیش ما نیست. اما من خود نمرده. متوجه کل چیز هستم. زنده باشین مادر جان. های گلسو بیا. تو لب روی تکشال گرفته. ما را پیش مردم بیاب نکن. ببخشید نوجی مادر. من ایره در دست آراستم بانه حالا این کار نکنین. بسیار خجالت میکشم. خداوند دستان رازم باشه. آمین آمین. با امیده ای که دخترتم قدر و عزت کردن یاد بگیره انشالله. او زندگی استانبول چطور با زندگی ترجیح دادی دخترم؟ کاش بعد از رفع خستگیتان ای را پرسان میکردین که دخترم چطور هستی؟ دخترم چرا قدر زحمت کشیدی؟ در بیرون غذا میخوردیم. از مکتب که آمدی خدا با اینا خسته ساختی. مادر جان لطفاً قسم نگوین. شما از راه دور تا اینجا به خاطر دیدن ما آمدین. باز من شما رو چطور میمانم که در بیرون نان بخورید؟ خانه تو در استانبول است. سامی حالا در این مورد گپ نزن. خانم هدیه دختر ظریف و نازکتانه به یک کنیز دادین. چه خبر؟ ولی دلم بسیار به این دخترک سوخت. ها کار دل است دیگه. گاهی سر گل میره گاهی هم سره. مادرم همیشه برم میگفت که اگه خواب بد دیدی کوشش کن بیدار شوی. دخترم حالم قسمه هست که من خواب بد میبینم. باید بیدار شوم. مجبور هستم بیدار شوم. ما باید مکتب برم. دخترم مکتب برم و به درسم ادامه بدم. دستواز کن. میخوایم داینده معلم شوم. دخترم زهرا کاملا مثل استاد ملکه. اسکو دسته آفرین. خداونده که به همه چیز قادر هستی مرا کمک کن که بیدار شم و به این کابوس به من کمک کن خداونده. کمکم کن.
چای قهوه و مهمانی امشب از طرف آقا قدیم خان، آقا راشد خان و آقا فرمان است. باندگه یوسف تو چی گفتم میری؟ در قسم یک روز آدم دقیقه چای و قهوه می باشه. حالا بیادر بخورین اینجا از خودتون است، اما تو نیست. بفرمایین نوش جانتان. تقسیم کو رضا باشیم، تقسیم کو. حالا دیگه تنبلی نکو. هیچ قدر مهربان شده. هرچی که مال داری نوش جان که پولش هم همه پردازم. زنده باشی بیادر جان. قابلش نیست. خانسر آره دیگه با هم قده شدیم. از تو یک خواهش میتونم داشته باشم؟ بگم مشنوم راشد. شاید حال وقت مناسب به یک گپ نباشه، اما یک موضوع بسیار مهم. گپ دراز نکن، زود چه بگو. ها درسته. در اصل این موضوع مربوط به هر دو خانواده میشه. این بچه ما فرمان با این وضعیتش یک داماد مناسب به خانواده شما نیست. یعنی اگه امکان داره برش یگان دکان یا هتل جور کنین خان صاحب صدقتون شو. درست است فهمیدم. ضرور نیست دیگه چیز بگوی. ما خودم میفهمم که چی کنم. زنده باشی خان صاحب، زنده باشی. خداوند عمرتان دراز بسازه. حالا دیگه یک چای تازه دم کنه. شیرینی برای شما بیارم. مرا فریب دادین مادر، فریبم دادین. به این سادگی کسی از خواب بیدار نمیشه. من خواب بیدار شده نتانستم مادر. تمام رویاهایم تا این کابوس هست بریده. مادر جانم، دختر مقبولم، همه چیز بسیار مزه‌دار بود. نوش جانتان. آی خب منتظر هستم که دلیل آمدن دفترتان بفهمم. آماده ایم که کار احمقانه تا خاتمه بتم. ایزد طفلانه تبانا لوازم تجمع کو که از اینجا بریم. پس شما تا اینجا ناخوده خسته ساختین پدر جان. با اجازهتان آشپزخانه را پاک میکنم. ملکه تو هنوز مردم اینجا را درست نمیشناسی. خوب است دیگه پدر جان، کم کم امرایشان آشنا میشم. اما مردم اینجا مثل ما و تو نیستن دخترم. ما چند سال اینجا وظیفه اجرا کردیم. اونا را از ما کده بهتر کسی نمیشناسه. انسان که در هر جای باشه بالاخره انسان است. خوش شانس هستی که هنوز امرای مردم بعد اینجا مقابل نشدی دخترم. پدرت حق به جانب است ملکه. وقتی که ما در شهر بودیم ما قدر انسانهای بد روبرو میشدیم که حتی در فیلم هم ندیده بودیم. پس خوب است دیگه. به خاطر نشان دادن راه درست به جامعه و مردم با ما و اشخاص روشن فکر ضرورت است مادر جان. اما تو یکی از اون روشن فکرها بوده نمیتونی. یکی از این خانواده سالا به خاطر شما زحمت کشیده که ما هستم. اما اجازه نمیتم کناترام قربانی کنن. به استانبول پس برو و بدون تو یک قدم هم نمیمانم. درست است. پس اگر یک قسم باشه شما باید اینجا باشین، چون که من هیچ جایی نمیرم. خداوند قدمش براتان نیک و مبارک کنه خاله. زنده باشی. سایش سر مجردها بفته انشالله. آمین آمین. ها براننده میگم که شما را خانه برسانه. بسیار شرمنده هستم. به شما هیچ چیزی کده نتانستیم. حداقل بارین که اینجا را جمع کنم بعد از او خانه میرم. ضرور نیست. بیا زنا وقت شده. زهرام بروا کم استراحت کنه. بیخی رنگش پریده بیچاره. خب درست است. به خدا می سپارم. بیاین که بریم دختر. آی چه قمانده شدیم. جانم برآمد اما بسیار خوشایند بود. ارزشش داشت مادر. برفینام نظر نشم ماشالله. قطاریف ناقبانا برو کت فاطمه یک ذره کمک کن. و سبا یک عالم آمادگی باقی مانده. بر بعضا فقط شوخینانی جنازه کسی بود به خدا. لب رویشان مثل شلغم تشکده کشل بود. اگه فقط شوخینی بر فیلمی بود باز مام خوشی میکردم خورک. اما علی و دختر چطور زندگی خواد کردن؟ آی باندگه تو هم زیاد مبالغه میکنی. از قدیما گفتن که در نکاح کرامت وجود داره.
هیچ کس نکنه میکنه. گپای ناق نزن علی. چرا میخوایی بازت کنی؟ ما هیچ سند را امضا نمیکنم. ازم یاله براتان گفته باشم. حالا فهمیده شد. مشکل اصلی تو ده معلولیتت نیست بچه جان. ده کلگه که پوچت است. متوجه گپایت باش هدیه. تنها چیزی که تو کم داری او وجدان است. مادر اینا ای گپا را نمیفهمن بهتر است. شما این موضوع را به نوجین مادر کلان بانین. به خاطر که علی باز کدام دیوانگی کده مرتکب اشتباه نشه. ای چیز پیش بینی نمیشه. ای گپا تو میگی؟ نمیفهمم که با کدام روی میخوای گپا بگی. یک گپا باید داشته باش. به خاطر که تو به ما شوقیت برسی. ما نمیخوایم قربانی شوم. مادر میشنوینی که علی دیوانه چی میگه؟ میگه قدر خوشحالی نکنین اسناد امضا نمیکنم. یعنی نمیخوای عروسی کنه. وقتی رضایت نداره عروسی هم نمیکنه. شما چی میگین مادر؟ نشنیدی که چی گفتم عروسی نمیکنه. اگه علی عروسی را قبول نداره باز حتما کل رسم و رواجم برش ارزش نداره. بگی بچه هرچی که ضرور است بکن. وای ماشاءالله. واه 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 گل قصر آمد. او هم با لباسهای عروسی آمده. بیا بیا بیا. آی بیا خوش آمدین. با خدا قسم که بعد از این منطقه از همه کده پولدار و تمام مردم اینجا تحت تاثیر ما می باشن. او خدا او خدا. این مقبولی را ببین. این زیبایی را ببین. این جواهر را ببین. ببین اوه جانم. دختر اینا را بکش یک بار حسابش کنیم. اول خوبان کم خستگیش رفع شد. آها راست گفتی. بیا اینجا بیشی. بیا دختر. بیا 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 بیشی. بیا دخترم بیا. تو هم اینجا بیا. بیا جان پدر بیا. خدایا او دختر پیسه دار شده. پیسه دار ببین. مادر شما میخواین چی کنین؟ شما به این اجازه میدین که مرا از بین ببره نوجین مادر کلان؟ حالا دیگه ای کار خلاص کن. تو نمیخواستی بیادرت از بین ببری. بیا تو میفهمیم که نیتت همی است. و سال منتظر چیستی علی؟ بگی دیگه زود شو. ما دیگه هیچ چاره ندارم برفی. این کار نکو علی بچه. بیبی واه اینا را بیبی. اینا چی هستن؟ در عروسی از اینا بیشتر خواد آوردن. میفهمی زن؟ زهرای ما مرغ بوده که تخم طلایی میداده اما ما خبر نداشتیم به خدا. بیبی دختر جان بیا که ایره دگردن تو کنم. بیا بگی و پوش آفرید. اما تو یک شوار پول دار و تو هم پیدا خواد کردم. بگی آفرید. 2 3 4. علی قربانت چه امی کار نکن. تنها گناه من میست که عاشق شدیم. رحم کن لطفا. اصلیت پایین کن. تو دخترم هم میکشی. تو باید امرای زهرا رسی کنی. گفتم اصلیت پایین کن لوده. از شو. نمیخوایم. هیچ کدام اینا رو نمیخوایم. زهرا تو چی میکنی؟ دیوانه شدی دختر؟ نمیخوایم. گفتم نمیخوایم. دختر تو چی میکنی؟
ایره چی شده؟ زن دیوانه شده چی میکنه؟ یگان چیز بالای شوف که شفای آب شوه. دختر دیوانه شدی تو نکوی کاره. راشد از باین ببرم. دور از باین ببرم دختر. تو دیوانه هستی. راشد آرام باش، لطفاً آرام باش. زنده نمیمونم. باش. راشد خرابش نگی. دور از باین ببرم زنده نمیمونم. دیوانه هستی تو. نمیخوایم. زود شو علی، فایرکو که از بین بره. بچه این کار خلاص کن. نکدی سبا شوکت زهرا عروسی میکنی. ما به تو حق انتخاب دادم و تو هم انتخاب خدا کردی بچه. حالم دلت درد میکنه. نه درد نمیکنه خواهر جان، تو جگر خون نباش. زهرا همراه خواهرت بیا که یگان چیز بخورین دخترم. نه مادر، هیچ چیز دلم نمیشه. این قسم نکوی حق داری. اگه تو نخوری خواهرت هم نمیخوره. اصرار نکو خانم، بانک زهر بخوره دختر بیعق. بیا که داخل بریم جانم. خدایا خیرینایی چی میکنی؟ توبه. آقا خوش آمدین. خانم جانم شما خوش آمدین. بفرمایین لطفاً. ساعتم خوب است. خدا کاملا خوب احساس میکنم. خدا را شکر بچیم. امروز دیگه از اینجا مرخص میشم نه؟ عجله نکو آزاد بچه مرچی دکتر گفت امور قبول کن. آقا آزاد شما یک هفته دیگه باید استراحت کنین. کوچکترین حرکتان باعث میشه که کوکایتان دور شوه. آزاد جان تو تشویش نکن. ما و پدرم از کل چیز یعنی از خانه از دکان به خوبی مراقبت میکنیم. هوا نیست پدر؟ البته بچه تو دیگه خواب شو و کوشش کن که زودتر خوب شوی. درست است؟ اگه اجازه بدین باید پاسمانش تازه کنم. البته ما در بیرون منتظر می باشیم. زمرد گوش کن که چی میگم. متوجه باشی که هیچ گپ از دانت بیرون نشه. اگر نه بچه دیوانه تا آرام نمیمانم. بدونی که کلم جنجال جور شوه این کار باید خلاص شوه. چی میگی خان صاحب؟ چطور پنهان کنم؟ اگه از کسی دیگه بشنوه چی؟ او وقت با آزاد ما چی بگویم؟ فقط گپ 2 روز است. باز وقتی که کار از کار گذشت چیز از دستش نمیاد. یک 2 بار که گفت بالاخره باز چپ میشه.
پایم کم مانده بود که آزاد به قبر و علی به زندان بره. دو صورت احد اولاد به از دست میدم، ولی از خدا نکن با که ای کار به خاموشی خلاص شد. لطفا تشکر. نوش جان ما را متعجب ساختین آقا، اما دلیل آمدنتان نگفتین. ای بار به خاطر حل یک مشکل آمدیم. میفهمی خواه ملکه دختر ما باعث استاد اینجا آمده را شد. شاید بعض وقتا شما او را ببینید. نخیر خانم جانان، ما با مکتب و استاد هیچ داد و گرفته نداریم. معلم خواهرم استاد ملکه است. او خواهرم زیاد دوست داره. تو خواهرم داری؟ من فکر میکردم فقط یک برادر داری. خواهر دارم، بیچاره مریض است، از همین خاطر مکتب نرفت. او را چی شده؟ من یک بار ببینمش. لازم نیست، چیز مهمه نیست خانم. بانن که ببینه جانان بعد از یک از کار تقاعد کرد خواست وقت خدا با مراقبت کردن از اطفال و مردم سپری کنه. از این خاطر برای زحمت نه بلکه لذت است. بفرمایید خاله جون نبالا. درست است. نام خدا چقدر دختر مقبول استی. گفتن مریض استی دختر. این آقای چی از دستاید؟ افتیده بود. همتونه زهرا بگونه دخترم. خواهرم زیاد دل درد است، دیشبم زیاد گریه کرد. وقتی اینجا را فشار میتم درد میکنم. و اینجا چطور؟ تو چند ساله هستی دخترم؟ 13 ساله. بیاین که بریم خانم جانم. ایره چیزی نشده. بیاین. فکر میکنم دلش خوب شده. بازم برش یک دوای مستقل نوشته میکنم. به زودی خوب میشه. خداوند ازتان راضی باشه. بیاین دیگه ما بیرون بریم. بیاین. شاید دوران برات گفته که تو را چرا اینجا خواستیم. نخیر خان صاحب. خب حتما کدام مفکوره داری؟ با کارت خاتمه بده. خب درست است، اما چرا خان صاحب؟ چون که تو دخترم ازم میگیری. نه، ایره قبول دارم که فرار کردن ما و برفین کار اشتباهی بود، اما بعد از این کار نقل انتقالات انجام نمیتی. تو را در اصل کارگاه مقرر میکنم. من میفهمیدم که شما قلب مهربان دارین خان صاحب. خداوند ازتان راضی باشه. تو خبر داشتی که راشد یک دختر دوگام داره سمی؟ نه من چی خبر داشتم جانا. مالا چی با اونا؟ حالا دکان قدیم خان میرم. بعداً باز میبینیم. نمیخوای برام بگویی که چه قسم زخمی شدی؟ ملکه گفتم نه که یک حادثه بود. درست است. تو که قسم میگی من باور نمیکنم. تو علی گپارابان و ایره بگو که تو چطور هستی؟ خوب هستم. ای
که از رسم رواجایتان منصرف شدین بسیار خوش شدم به خدا. با وجود که در بین امی رسم و رواجا بزرگ شدیم اما بازم میفهمی که محمد اقل به اندازه تو مخالف هستم. شاید قسم زخمی شدن ما به خانواده میرفا مانده باشه که یک جان چقدر ارزش داره ملکه. در هر شهر یک خیر نهفته است. دیروز برفینه در وقت خریداری عروسی دیدم، بسیار خوشحال بود. گفتی خریداری عروسی؟ وام دیروز ای که تو زخمی شدی از همین خاطر عقلشان به سرشان آمد آزاد. خانما را خمش نسی. وقت روحیشان ضعیف شوه باز با خریداری خدا را می سازن. خسته نباشی قدیم خان. اوه خوش آمدی سمی، خوش آمدی، خوش آمدی. بفرما بیشین. مرا متعجب ساختی. خیرت باشه. گفته بودی ارگز دیگه اینجا نمیایی. آدم نباید گپ کلان بزنه. نمیفهمیدم دیگه. خب چی میخوری سمی؟ لازم نیست، خدا به زحمت نساز. زنده باشی. در مقابل زحماتی که تو به خاطر ما متقبل شدی ای دیگه چی است؟ در ما ارگز نیکی کس را فراموش نمیکنیم. ما با وجود که بوده باش در اینجا را ترک کردیم، اما همراهش خاطرات خودم ترک کردیم. یعنی نیکی را که کردی وجدانت راحت نیست؟ گفتم خاطرات گذشته را فراموش کردیم. هرگز نمیخوایم به او زمان برگردم. نیت می است که دختر ما گرفته هر چی زودتر به استانبول برگردم. گپ خوب است. دخترت گرفته از اینجا ببر. او به رسم رواج اینجا عادت نداره. دزم بسیار خوش داره در کار و زندگی هر کس مداخله کنه. حق به جانب استی. در این شهر نباید کسی در کار کسی دخالت کنه. کاش در وقتش ما یک قدر عقل می داشتم اما تو نیست. خوش آمدین خانم جانان. چیزی را فراموش کردین؟ چیزی را فراموش نکردیم. خوشبختانه یادتم ندارم که مثل دیگرها چیزا فراموش کنیم. ما راستش فراموش کردن نتونستم. فراموش کردن نتونستی؟ نفهمیدم در مورد چی گپ میزنی؟ میخوای متفر را که برات دادیم امو نواسی خود ببینم. گفتین طفل همون نواسه تا نه؟ البته. اما چه قسم خواد دیدین خانم؟ او دیگه در یک قریه دیگه است. ما او را به یک قریه دیگه دادیم. او فعلا بسیار دور است. پس بسیار خوب، تو مرا اونجا ببر. درست است. شما را میبرم. اما قاسمه چطور؟ سمی خبر نداره. تو هم برش چیز نمیگی. فقط میخواستم او را ببینم فهمیده شد. مرا پیش نواسیم ببر همیاله. حداقل یک گلاس قهوه خوب بخونه یا قسمی. چی شده؟ نه که فکر میکنی در مقابل وام چیز ازت میخوایم چطور؟ تو هم دیگه مذاق کردن با هم قدیم خان. تو هم فکر نکن که از دست ما چیز نمیایم. من هنوز خان هستم. تشویش نکن. دخترت از بودنش در اینجا پشیمان میسازم. بازم بهتر است که ملکه را دست کم نگیری قدیم خان. از قدیم گفتن که مگس دل انسان ها را بد میسازن. دختر تو هم قسم است. خاطرت کاملا جمع باشه. زنده باشی. راستی سبا عروسی دخترم است. منتظر تو فامیلتون هستی. ملکه رام بیاری، درست است؟ ملکه گفتی؟ مخصوصا امور آقا سمی. آمادنش بسیار مهم. درست است. شما را میبرم اما شما خود میفهمین که عروسی بچه است. بانین که این عروسی خلاص شوه. من یک عالم کار دارم. بعد از اینکه عروسی خلاص شد باز شما را میبرم. پس بچه‌ت عروسی میکنه؟ بله بچه امرای دختری که در او قصر است عروسی میکنه. خداوند خوشبختشان بسازه. آمین. در او صورت مرا فردا اونجا ببر. بچه‌ش میانگه جان. البته که میبریم. خدا حافظ. خدا حافظ. با خیر بره. چرا آمده بودن؟ از ما چی میخواستن؟ میخوایم نواسه ما ببینم. اوه خدای من، حالا ما چی خود کردیم راشد؟ کوزن آرام باش. با اینکه از اینجا بره گم شوه. عجله نکن. آرام باش. تشویش نکن. هیچ چیزی نمیفهم. خانم جانان در مورد دختر هیچ چیزی نمیفهمه. تو تشویش نکن.
سبا عروسی کرمانیا دعوت هستیم. گفتی کرمانیا؟ اونا سبا عروسی دارن؟ دختر قدیم خان امرای بچه راشد خان عروسی میکنه. چی شد؟ چرا متعجب شدی؟ یک هفته پیش اونا تصمیم گرفته بودن که دختر آقا راشد و بچه‌شان یعنی علی بعد بگیرن. زهرا رو میگی؟ بله. شما زهرا رو از کجا میشناسین؟ در بازار اونا را دیدیم. همراه پدر و مادر شکر میزد. توبه توبه. به ما گفته بودن که مریض است. حتی به مکتبم روانش نکردن. نفهمیدم اونا چطور میتونن دختر خورده عروسی کنن. البته که عروسی میکنن. خبر نداری که دیگه چی کارا میکنن. اگه بفهمیدان تو باز میمانه. از همین خاطر نمیخوایم تو اینجا زندگی کنی دخترم. و ما هم دقیقاً از همین خاطر میخوایم که در اینجا وظیفه داشته باشم پدر جان. اگر ما و آزاد ممانعت نمیکردیم او دختر خورده امروز عروس کرده بودن. گفتی آزاد؟ بله آزاد بچه اونا است. فعلا در شفاخانه است. برام گفت که اگه حادثه صورت گرفته، اما من فکر میکنم که از خاطر همین مشکل زخمی شده. شاید بعد از اینکه آزاد زخمی شد از بد گرفتن زهرا منصرف شدن. اما نمیفهمم در حال که آزاد در شفاخانه است چطور عروسی را میکنن مادر. تو در کار اونا دخالت نکن ملکه. اونا انسانای خطرناک هستن. نیاز پاس کس را ندارن. ایرام گفتن که با تو مناسباتشان خوب نیست. اما فقط به خاطر ما تو را در این عروسی دعوت کردن. آی فقط کدام نیکی کرده باشن. روز قبل به خاطر ممانعت از یک جرم همراه پلیس پشت دروازه‌شان رفته بودم پدر. ما در ایران مبارزه میکنم. اگر دنیا به دگرو شوه منصرف نمیشه. چی شده آزاد جان؟ جای درد میکنه؟ کدام مشکل داری؟ چرا نانت نمیخوری؟ مادر، امروز ملکه اینجا آمده بود. گفت برفینه در بازار دیدم که به خاطر عروسی خریداری میکرد. اوه راستش میفهمی که برفین بسیار عجله داره بچیم. قبل از اینکه تصمیم خانوادش تغییر کنه میخواد که عروسی کنه. نوجین مادر راضی شد که بدون گرفتن بعد عروسی برفی نکنه. و حیران مانده بود که چی کنه بچیم. وضعیتش کمی دشوار است دیگه. علی خوب است مادر. علی به خاطر تو بسیار جگرخون است. عذاب وجدان داره. بسیار جگرخون شده. تشویش نکنین مادر. امی که از شفاخانه بیرون شوم همه چیز رو برام میشه.